رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه که امروز تقدیمتان می نمایم برنامه 404 برنامه منبر مهاجر است و البته عنوان برنامه را گذاشتیم از سرکوب تا سقوط، یک قدم یا یک تیر. و واژه یا آن چیزی که در سرکوب می رود، قمع یا کشتار یا اینکه جدا کردن و پراکنده کردن افرادی که از این رژیم خسته شدند، این یک مسئله است که نه تنها رحمانوف بلکه زیاد از رژیم های قاتل و دیکتاتوری در طول تاریخ در تمام کشورهای دنیا برای بقای قدرت، یعنی او هر نمود ساختاری که باشد چنین کارهای را به خاطر حفظ قدرت و ادامه قدرت انجام خواهد داد. در این یگان فرقیت وجود ندارد که اون چگونه حکومت است و اون چگونه یعنی دولت است. تنها دولت ها و کشورهایی که روی پرینسیپ های دموکراتی و حفظ شهروندان در آنها یک قدر و قیمت وجود دارد. مثلا در کشور فرانسه امکان ندارد که ماه یک بار دو بار یا اینکه گاه می شود زمستان خنک است، ممکن است خب در یک ماه یک بار، ولی دیگر در تابستان تقریبا هر روز می بینید که در آلمان هم شاهد چنین است. در بسیار از کشورهای اروپایی و خاصتا فرانسه در مسئله میتینگ خیلی معروف است و یک مشکلی که اگر در حکومت صورت بگیرد، مردم یا پرافسایوزهای کارخانه ها و همه یعنی اداره های دولتی با اتحاد و با یک پارچگی آمده در مقابل آن قرار و قانونی که صادر شده است از طرف پارلمان آن کشور میخیزند و میگن ما اعتراض داریم تا اینکه صدای آنها در داخل پارلمان شنیده شود. از این است که حتی سروزیرهایی که در فرانسه میگذارند امکان کار کردن و ادامه دادن حکومت را ندارند. چرا؟ چون که بعضی از قرارهای یا قانونهای صادر یا به تصویب میرسد که آنها نمیتواند که برایشان خوشایند باشد و در این قضیه یعنی اعتراض میکنند تا اینکه صدای آنها شنیده شود. البته برای دولت ها گاه مشکل است، واقعا هم نمیتوانند، چون که وضعیت های ساخته و صنعی است که هر یک انسانی که وضعیت ساخته و صنعی که یعنی که همون شکل آمده است، یعنی جنگ روسیه با اوکراین همین شکل آمده است، قیمتی مثلا سوخت یا نفت بالا رفته است یا اینکه قیمتی بعضی از محصولات بالا رفته است، یعنی این یک چیزی ساخته هست که نمیخواهند. چنانه که سروزیر بریتانیا در یعنی که صحبت‌های گوناگونش در مورد مردمش بیان داشت که آخر مردم من زندگیش وزمین شده است، یعنی از نگاه طاقت، یعنی اینکه انرژی مثلا گاز یا اینکه بنزین یا برق، مثلا شهروندی کشورم دیگر به یک حالت خیلی بد قرار دارد. ولی وقتی که میفهمیم مشکل این پوتین و ترامپ است، یعنی که مثلا ایجاد جنگ داره وضعیت با همین وضعیت اومده است، قرار گرفته است که مردمان یا شهروندان ما با یک وضعیت ناخوب قرار دارند. خوب یعنی اینها را فهمیده می شود، چرا؟ چون از دست اینها نیست، یعنی رنگ رحمان نیست که برق خودش بکشه به افغانستان بفروشه، این فهمیده نمی شود. یا اینکه مردم با ما در 307 تهمت کنه، دروغ بگه، برای زندان کنه، این از دست یگان کشور دیگر نیست، این یک چیزی ساختگی نیست. یا اینکه ازبکستان یا قرقیزستان را هرس نکرده است که مال و کالا قیمت یا گران شود، مردم بگن نه تو یک کم مسئله را حل کن. چرا؟ چون که این خود رحمانوف است که این کارها را میسازد. یعنی من آغازاً در مورد وضعیت و حالتهای کشورها را بیان کردم. چرا؟ چون که بفهمید که یعنی بعضی از حالتهای هست که واقعاً ساخته هستند، واقعاً کشورها یعنی که با اون نمیخواهند که چنین کار صورت بگیرد، ولی خب دیگر این تحمیلی است، یعنی این چیز آماده است، این چیز یعنی که باید که قبولش بکنی، نه قبول بکنی نکنی مهم نیست، ولی مهم وضعیت همین است، تمام. یعنی اینا مخالفی به عقل میفهمد، میگه درست میگه، آخی این از رئیس سروزیر ما یا اینکه از پرزیدنت ما وابستگی ندارد. این مردم تاجیک وقتی که ازبکستان راه یک طرفه اسلام کریموف بست، من خودم یعنی که جانبدار رحمانوف بودم،
منظور حاکمیت و حکومتی که بود میدیدم وضعیت مشکل است، میگفتم او این وضعیت از رحمان وابستگی نداره. اگر چنده که در همون وقت هم مشکلات رحمانوف بود که یعنی با کریموف نتونست که سازش کرده، چرا کریموف را به قدرت آورد، این او را کیدت کرد، یعنی که بعضی از چیزای شد و همون خاطر خب دیگه این مشکلات دو نفر بود ولی باز هم میشیدش فهمیده، چرا؟ چون مشکلاتی که از اون طرف راه بسته کرده بود. یادتون باشه ایران تهدید کرد ازبکستان که من میبرم محصولات سوزشواری را به تاجیکستان تو راه باز کرد. یعنی بعضی از کارهای میشود که میتوانیم ما بگیم واقعا این مشکل رحمانوف نیست، این مشکل یک طرف است، ولی مشکل برق رحمانوف باید حل کنه، نه اینکه یگان کشور دیگه. مشکلی مثلا مردم مجبور کردن که پخته بکار، پخته را فقط اویله ای بگیرن نرخ شنتیه، این یگان دولت خارجی گناهکار نیست. مسئله اعتقادی و دینی مردم یگان دولت غیر تحمیل نکرده است که تو مسجد را بندی، جوانان را تا 18 سال مسجد رفتن نمونه، حجابی زن منع کنی، در کجای برای تو باید آواز اذان شنیده نشود، در هر دقیقه قرار داره باید حتی با میکروفون مولا امام در درون مسجد صحبت نکنه. یعنی که این چیزا را یگان چیز مشکلات صنعی و ساخته نیست، یا اینکه مردم معاش نیاوی پیدا نکنی، نتی مردم کار نتی با ماده های تهمت و دروغ 307 بگیری، هزارها شهروند بیگناه زندانی کنی، چند سال شده است عفوی که باید انجام بدی عفو نکرده. یا آدم با مواد مخدر 20 کیلو به دست میخوره 5 سال 10 سالش میته، یعنی یا آدمی با قضیه های سیاسی بازداشت میشه 28 سال 30 سال 15 سال 19 سال زندانش میکنی. برای 260 سامانی عزت امان 15 سال 16 سال حکم زندانش داد، ولی یعنی که اسمت دولیکا برای میلیارد برو زندانش کرد، ببروردش با معاونی تلک موندش. یعنی اینا چه خیلی فهمی مقصد، یعنی اینا یگان خیلی توجیه کرده میشود که این مشکلی قرغیزستان است، مشکلی ازبکستان است، اینا پوتین پرابلمش کرده است. نه، این پرابلم رحمانوف است، این پرابلم رحمانوف است، این پرابلم حاکمیت است، این پرابلم حکومتداری است، این پرابلم رستم است، این پرابلم یعنی همین سمیکه هست. پس به همین مسئله هست که یعنی قمع و قتل و کشتار بیرحمانه یعنی افرادی که میخواهند چنین وضعیتی نباشد از سرکوب تا سقوط و قدم یا که یک قدم یا یک تیر، یعنی یک قدم منظور بر عموم. وقتی که من همین عنوان برنامه را میگذاشتم با یک نفر از بالا مقام های کشور صحبت داشتم، با یک نفر از افراد خیلی بالا مقام نزدیک به رحمانوف. خب صحبت های ما خیلی طولانی بود، در قضیه های گوناگون صحبت داشتیم و بالاخره یعنی که این سخن از زبان همان مقامدار برآمد و گفت که یعنی که مردم اگر چیکار کنند در قضیه میتینگ های ساخته را امکان انجام دادن رحمانوف هست. البته بعضی یک صحبت قبلی مونه قبلا گفته بودم برای بسیاری از برادرها که این تابستان رحمانوف بعضی از حالتهای صنعی میخواهد به مانند ایران انجام تید، یعنی که گویا یعنی براش گفتن که دیدید که ایران 50,000 کشت یگان گپ نشید، ترام اگر کمی تا یک کاری صنعی تشکیل میکنی میکشه مردم دیگه، یعنی گارانتی قطعی ادامه حکومت دوام کردن میگیره. ولی اون میتینگ اصلی نیست، میتینگی یعنی که یک چیز دروغکی تشکیل میکنن تا اینکه جوانو را میبرن به یک شکل و گویا که همون مسئله را خاموش میکنه. وقتی که این کار انجام میتید گویا وحشت در دل مردم جا میگیره، دیگه تا خیلی وقتم گوشا دم میزنه، دیگه طریق کار نمیکنی. و همون خاطر چونه که بار دیگر تکرار میکنم در کلوب سلاح جاگه کرده بودن به خاطر اینکه مردم یگان کار کنن تا اینکه خوب دیگر همین مسئله را مردم کلوب برای خیلی وقتای طولانی خاموش کنن، یا اینکه بعضی از زندانی‌ها را آزاد میکنن در غرم و در طویل دره و در اینجا بالای کوه میبرن تا اینکه یگان چیزی مثلا ساختگی تشکیل میکنن، بعد از اون دیگه با مردم با ظلم و با ستم میارن. یه دیگه حوزی فلک اصل بگیرن با رئیس ملیسش او وقت 3 فلک اصل میگیره، حوزی مثلا 2 بز گوسپند بگیرن او وقت 10-15 بز گوسپند گاو میزنن میگیرن ای مردم. این برای غارت است، یعنی این کارا را برای غارت میخوان انجام بدن تا اینکه گویا که شما با سر برآورده به یک شکل باید مردم با شکل ظلم بیشتر انجام بدن. این پروژه رحمانوف یعنی که قبل از آوردن بچهش به خاطر اینکه به همین شکل وضعیت داخلی کشور یعنی با حالتهای صنعی و ساخته آرام نگه بداره. و این مقام داره که ما صحبت داشتیم همراهش واقعا خیلی
یعنی که صحبت های جالب در قضیه های گوناگون داخل کشور انجام دادیم و در مسئله سرکوب معترضان یا اینکه افرادی که میخواهند به اعتراض داشته باشند بیان داشت و گفت که خب دیگر این حکومت رحم نمیخورد به هیچ کس و حکومت دیگر یعنی که معلوم است که نمیخواهد که از دست بتید پیشوای ملت، یعنی به شکل جانبداری صحبت میکند، به شکل یعنی گویا اینکه به همین شکل ها هست. ما تا امروز هیچ مقامداری که با ما صحبت کرده است نفروختیم و ما این یعنی نامردی را تا روزی که زنده ایم نخواهیم کرد. هر نفر از مقامدار صحبت کرده است با ما پیش خودمون محفوظ مونده است. منظور بین من و بین او نه شخصیت او آشکار کرده می شود و نه یعنی که ما میگیم که چی گپ است. تنها ما یعنی محتوای بعضی از چیزایی که برای مردم باید بفهمند یعنی همونها را بیان میکنیم تا مردم بیشتر یعنی که آگاه گردند که چی وضعیت و چی حالت و چی یعنی حالتهای امکانی سناریوهایی که در نظر است باید صورت بگیرد. وقتی گفتیم مردم اعتراض کردن اکی گپای اون است، من که گپا را نمیزنم که اگر مردم اعتراض کنن چیکار. گفت مثلا مردم اعتراض میکنن و یگانه راهی که دیجا میتونه باشه باید یک افسری یعنی که شیردل پیدا شود که با یک تیر پرابلم 10 میلیون تاجیک حل کنه. همین خگاب میگه یعنی با یک تیر پرابلم 10 میلیون تاجیک حل کنه و ایرا یگانه نفر مخالف یگانه نفر نه، ایرا تنها یک افسری یعنی که همین داخل کشوری انجام میتونه داده، یعنی که همون است که مصیبت 10 میلیون تاجیک یعنی که حل میکنه. نه اینکه اگر که این ملت و این مردم بخواهند که کار بکنن و رحمان واقعا قاتل است، یک آدم کش است، یک بیرحم است، یک غاصب است، یک با قتل به قدرت رسیده است، یعنی که چنین است. یعنی پس این لابلای صحبتی که یعنی من داشتم یعنی تنها و تنها این ملت یگان مخالف یگان کار، منظور که بازید رحمانوف یگان کار انجام دادن، ما نه آدم کشیم نه آدم کشتیم و نه ما یعنی که دیتری کارات نه تجربه این چیزا داریم و نه حتی یک مرغ کشتن گوسپندی که قربانی میکنیم حتی ما در کشتنش نمیفرام نگهش کنم، یعنی روما دیگه طرف میکنم، در حالتی که انسان باید در حیاتش یگان گوسپند بکشه، یگان یعنی که کار انجام بتیه در قربانی کردن، چون که اون قربانی که ما و شما انجام میتیم خداوند از ما گوشتی اون پوستی اون نمیخواهد، تنها همون خونه که میریزد در نزد الله قدر دارد، یعنی در مسئله قربانی کردن. ولی همون هم طاقت دیدن نداریم، چشمانمون رو در یک طرف میگردانیم تا اینکه مبادا یعنی که چشم ما برختن همون خون نرود، یا اینکه کشتار میبینیم یا هیچ وقت نتونستم من قتلگاه یا کشتارهایی که صورت میگیرند در نوارها در کجای یعنی که طاقت دیدن قتل کشتار خون ندارم، چون دل من امکانی یعنی این چیز برداشت نداره با کجا رسد به یعنی که انجام عملی که یعنی اون سبب قتل کشتار باشد. ولی این قتل کشتار یعنی که سرقاتل این ملت رحمانوف است، قاتل این ملت با قتل با قدرت رسنده این مردم تاجیک انا همین رحمانوف است که توسط قتل کشتار پا بالای مرده های این ملت گذاشته وارد دوشنبه شد در دهمی یعنی که 13 دکبر سال 1992 که تمام ملت این نمیدوند و ما برنامه های مکرر، برنامه های یعنی که تاریخی 30 سالگی افلاسیه یا اجلاسیه را انجام دادیم که حدودی بیش از 32 سریه در اصلاح هست که میتوانید با شکل بهترین تماشاش کنید. در مورد صلح رحمانوف داشتیم که چگونه با صلح خیانت کرد و برنامه های گوناگون دیگری که در مورد تاریخ یعنی مبارزات این ملت که از نهضت اسلامی تاجیکستان در برنامه های متعددی گوناگونه که چگونه یعنی این حرکت یا این حزب تأسیس یافت و چگونه با جنگ و چگونه با یعنی که تهمت های واهی از کشور خارج کردند، دوباره یک طرف صلح و باز هم بار دیگر از کشور خارج کرده شد که برای شما یعنی که واقعا اصلاح شاهکاری های زیاده به خاطر تاریخ این ملت انجام داده است که میتوانید از بایگانی اصلاح در این قضیه ها را تماشا کنید. ولی فعلا ما و شما در قضیه این که اگر رحمانوف بخواهد که همین کار را انجام بتید، آیا آن چیزی که در ایران بود یعنی که همین چیز یعنی امکان دارد که رحمانوف در قدرت نگه بدارد و هیچ کس از او بازخواست یا اینکه نپرسد؟ البته
در کشتن رحمان رو میتوند کشته نمیتوند کشته؟ آیا دستش میلرزه نمیلرزه؟ آیا فرمان داده میتونه فرمان داده میتونه؟ یعنی که میتونن کشته میتونن کشته. آیا بعد از قتل کشتار امکانی بقای قدرت رحمان وجود دارد یا نه؟ یعنی دیگر این آغاز کار نیست که به قتل کشتار وارد شوی و قدرت به دست بگیری. این فرق کننده است از آنه که 30 سال 35 سال در قدرت باشی و باز هم بکشی و باز هم در قدرت باشی. انا این دو چیز صف پدت نمیکنن. ها به قتل کشتار وارد میشه میگیری، حاکمیت قمعانه میکنی، ولی با قتل کشتاری آهسته آهسته چند سالها ادامه میتی، ولی در کشتارگاه عمومی یعنی امکان نداره که دیگه تو در قدرت باشی و یا اینکه ادامه قدرت با اون قتل کشتارهایی که در داخل کشور انجام میتی با بعضی از سناریوهای و تاجیکستان خودش پاش به پای ایران دراز کردن این یک حماقت آشکار است، چون که ژئوپلیتیک تاجیکستان این چیزا یعنی که تقاضا نمیکنه، نمیتونه شناخته و فهمیده و امکان ندارد که این جایگاهی که یعنی که در نگاه کشورهای عمومی جهانی فعلا ایران دارد، یعنی تاجیکستان نه از نگاه منطقوی و نه از نگاه هیچ چیزی نمیتوند آن جایگاه داشته باشد. و اگر تاجیکستان همش به یک وضعیتی بعد هم گرفتار شود، جهان یعنی که با یگان مشکلات مواجه نمیشود. ولی بعضی از کشورهای هست چنانه که الله سبحانه و تعالی کوه را یعنی میخی زمین کرده است، بعضی از مثلا نمی کوه را الله سبحانه و تعالی در قرآن چیکار چخیره که میگه یعنی که زمین اوتاد یا میخی زمین کرده است به خاطر بقای همون زمین که اگر کوه باشد زمین لرزه ها یعنی که قرار داشتن همون زمین لرزه ها توسط همون کوه ها هست. ولی تاجیکستان منطقه کوهی بله مثلا، ولی مشکلی که کشورهای جهان با اون مشکلات باشد، ما یک مشکلی داریم در تاجیکستان، اون هم کولی سرز است که اگر خدای نخواسته یگان مشکلات در اون کول با وجود بیاید، بله بعضی از منطقه ها زیر آب خواهند ماند. بله در این یگان شک نیست، چون ما احتمالاتی گوناگونی را که اگر در تاجیکستان با وقوع، ولی دیگر مثلا به مانند تنگه هرمز ما نداریم و به مانند نداریم که اگر راه تاجیکستان بنده دیگر حدودی مثلا 40 50 یا 100 کشور یا 50 کشور یعنی که مشکلاتی وزمینشون میشود. چرا؟ چون اونها راههای بحری دارن، راه پاییز بسته شد، هیچ مشکلی یعنی که برای اونها نیست، چون راهی آسانترین و ارزانترین راههای بحری است. و یکی از مشکلات تاجیکستان هم از نگاه ژئوپلیتیکی چی تاجیکستان چی قرقیزستان چی مثلا تاجیکستان این کشورهای هستند که با بحر هم سرحد نیستند و مال و محصولات عادتا خیلی بالا و قیمت است که از کشورهایی که در ساحل بحر قرار دارند و اونها بسیاری از محصولاتشان یعنی ارزان براشون تمام می شود. و تاجیکستان نهایت آسیای میانه است و بتوانیم بگیم در یک مستنقع قرار داریم که اون طرفش افغانستان و این طرفش کشورهای دیگری که تا با تاجیکستان مشکلات اونها از روسیه و از دیگر کشورها امکان حل شدنش وجود دارد. ازبکستان هیچ نیاز به تاجیکستان ندارد، تاجیکستان نیاز به ازبکستان دارد، تاجیکستان نیاز به قرقیزستان از نگاه راهی که میگذرد از روسیه و از اون منطقه دارد، ولی تاجیکستان قرقیزستان نیاز به تاجیکستان ندارد. نگاه کنیختان میفهمه. یعنی افغانستان منظور به وضعیتی که اگر تاجیکستان براش مشکل کنه همون کارشا توسط ازبکستان به حیرتان انجام میتید، یعنی که هیچ نیازش ازبکستان از تاجیکستان برآورده کردن میتوند که توسط ازبکستان کارش حل کند. ببینید یعنی که الटरनेटिव وجود دارد، الटरनेटिव برای کشورهایی که میتوانند یعنی که تاجیکستان همچون فشنگ یا اهرام قرار بگیره، یعنی نمیتواند فشار یا اهریم قرار بتید برای مثلا افغانستان. چرا؟ چون که یک جایگزین دیگری به نام کشوری مثلا ازبکستان دارد و از طرف ترغاندی هرات یا اینکه ترکمنستان مرز دیگری افغانستان است که از اون طرف میتواند یعنی که راه و اون چیزی که میخواهد وارد کشور کند افغانستان توسط راه ترغاندی ترکمنستان و توسط راه حیرتانی ازبکستان انجام بگیرد. اگرچند که ما مرز طولانی 1400 کیلومتر داریم، بله، ولی خب دیگر اون مرزهای صالحی که یعنی اکثرش آب و اکثرش کوه یعنی که همین است، فقط تنها یعنی که 5 همین منطقه‌های
یعنی که جنوب کشور داریم و از اون طرف منطقه بدخشان که اون هم چند ماستی که هست یا اینکه پل کراس کردن، اون هم با راه ماشینگرد مال و کالا برده می شود به اون طرف و دیگر یک منطقه نیست که یعنی مشکل بتواند بسازد برای کشورهای دیگر. یعنی وجود تاجیکستان بدن نبودنش یا اینکه در مشکلات قرار داشتنش یعنی برای دیگر کشورها مشکل زا نیست. یعنی کشورهای دیگر مستغنی هستند از وجود تاجیکستان. بله. خب دیگر ما آب داریم، میدونیم همه که آب داریم، ولی اگر این گپای گفته ایستم من، هدف و منظور از گفتن این سخنها این است که قتل و کشتارهایی که انجام بدهد رحمانوف یعنی در آینده مشکلی وزمین برای رژیم رحمانوف میتواند که به بار آورد و تنها همون گپی که گفتم اون هم همون افسران خود رحمانوف اگر ملت بخواهند که نجات بتین، ملت میتونند که نجات بتین در حالت ایکس. یعنی ایران مانع همون افسران خودی یعنی که قواهای مسلح کشور به همون خاطر همه آن چیزی که رحمانوف در صدد دارد یا اینکه پروژکتی که یتیموفی هالیک یا یتیموفی یعنی که گجایش بریدگی بردگی پرتفتگی اگر که بازم بخیزه لعنت کرده الله مخوف یتیموف و با پروژکت‌های بربراس بکشه تا همین وقت رنگ پرزراتیو یتیموف استفاده برد، این رنگ سگ وره امروز پگه جانش میبره پلیدی کثیفه. حالی هم گفتی گپا به خود ناومده است ولی مقصد در قدرتم گفته، در حالی که نه رستم احترامش داره نه آزاده نه رحمانوف نه یگان مقامات، ولی تنها با مانند یک سگ وره حالا هم خدمتگار رحمانوف قرار دارد و همین شکل یعنی همین پیر احمقی یعنی یتیموفی خبیث همون شکل قطعی میبره میرود و رمضان رحیمزاده شم لیس منه ببعید از اس یتیموف دور نیست و وضعیت و حالتش به همون حالت و به همون شکلی که امروز ما و شما دیده ایستادیم حالا هم ادامه دارد. پس این دلالت کننده به این است که واقعا وضعیت تاجیکستان به یک وضعیت بغرنجی غیری یعنی تصور شونده و یک دورنمای سالمه که باید ببینیم. ما یک دورنمایی که یعنی یک بعضی کشورها علل اقل 3 ساله یا 5 ساله راهبرد کاری را یعنی که پیشکی میدونن یا نقشه های کشیدگی دارن یا برنامه های سال های 2026 27 تا 30 شون کشیدگی است، انا ای کار انجام می شود. ولی من نمیگم که رحمانوف تا سال مثلا 2030 را یگان برنامه های کشیدگی است که ای مردم چخیل سوم بگیره چخیل کارات انجام بتیه. فقط هدفش از مردم پول کندن و یعنی که از بیوجت کشور کار انجام ندادن، تنها و تنها غارت دزدی برای شرکت مرمری رستم میره و دنغره، برای شرکتی یعنی که شرکت دیگری که تشکیل کردگان داخل اوستا گروپ است یعنی که اون هم از همین اوستا گروپ از همین اویله، یعنی تنها تقویت کردن همون یعنی که بودجت اویلوی خودشون است در داخل در خارج و چیزی در فکر این ملت مردم نیستند. تنها مرمری را از انداز آزاد میکنه، تنها اوستا گروپ از انداز از نلاگ آزاد میکنه توسط پارلمان و یعنی که چی برای اینکه باید برای اهالی گوشت بتین، در حالی که گوشت از پیشینه بازم قیمتتر یعنی همون قیمتی که گوشتی که مثلا پیش بود بعد از تشکیل شدن مرمری و شرکت های یعنی که گاو و مال و مرغ پروری دیگر هم مرا یعنی که اذیتی کردند، چنانه که از مثلا یعنی که اون فیض آبادی دوستی برود و دیگر یعنی اینا همش دلالت کننده به چی هستند؟ دلالت کننده به این هستند که منپلیست تنها اویله رحمانوف است، از انداز آزاد تنها اویله رحمانوف است و وضعیت مردم با این یعنی که واقعه های بد گرفتار کننده تنها همین اویله رحمانوف است و در مسئله به مشکلات آوردن این ملت هم همین اویله رحمانوف است و خاصتا در شخصی خودی همین یعنی رحمانوف که این دلالت کننده به چی است؟ دلالت کننده به همون وضعیتی بده که یعنی تا امروز این ملت اینها به همین حالت گرفتار کردند. پس ما چی گفتنی هستیم؟ هدف و منظور ما همین است که اگر مشورت هایی که برای رحمانوف میدهند تا اینکه با
تشکیل بعضی از سپکتاکل ها ادامه قدرت رستم یا ادامه قدرت خودت ادامه پیدا کننده است. این یک مشورت خام و یک مشورت بی‌زیبه که یعنی که میتواند باشد. فعلا رستم هست و اگر کار انجام بتید شخصیت دوم در قتل کشتار در هر چیزی که صورت بگیرد حتما رستم اتوماتیک که شامل ان همون حکم ها ان همون قتل ها. اگر چنده که افراد کلیدی مقامات قدرتی و مانند یتیم و مانند رمضان رحیم زاده شامل لیست های یعنی که شوم و سیاهی که در آینده میتوانند باشند، اگر چنده که فعلا روی اینها کار رفته است و اینها شامل لیست های سیاه یعنی که دولت های گوناگون قرار گرفته ایستاده اند، نام هاشون، جنایت هاشون، ترکیب عمل هایی که انجام دادند و نه فقط یتیم و رمضان رحیم زاده بلکه بزمک، بلکه یعنی که پروکرور سابق یوسف رحمان، همینا هم مش شامل لیست هایی که یعنی در آینده روی اینها یعنی که اعمال می شود. اینها خودشون میتونند در کدام لیست های سیاه ببینند که آن روز نزدیک است و در این قضیه یعنی که کارها ادامه دارند که ان شاء الله نتیجه هاش حتما خاصتا مقامات قدرتی یعنی که میفهمند که چگونه جنایت های اینها انجام دادن و چگونه نام آنها در لیستی سیاهی کشورهای با نفوذ دنیا قرار میگیرند که دیگر جای برای فرار جز از چین جز از روسیه ندارند و در آینده نزدیک حتی به خاطر اعتماد درست کشورهای پناهگاه دهنده اینها هم از اینها یعنی صرف نظر میکنن، بازم به خاطر منافع ملیشون، چون که هیچ کشور به خاطر منافع ملیش هیچ نفری را پناهندگی نمیتید که در آینده بتواند منافع ملی اون کشور براش ضرر بیارد. و همون خاطر ما و شما باید آگاه باشیم و بدانیم که هر قتل کشتاری که رحمانوف انجام میدهد اون بدون مجازات نخواهد بود. هر قتل و کشتاری که یعنی که صورت میگیرد اون بدون پاداش و بدون پاسخی صریح نخواهد بود. پس این فکرهایی که در دالانهای حکومت، در یعنی که پدولهای کمیته دولتی امنیت ملی، در یعنی که وزارت کارهای داخلی کشیده میشوند تا اینکه کارهای را انجام بدهند، تا اینکه مردم گویا به شکل همون نفر یعنی که بلند مقام صحبت داشت و گفت برای ما 4 تا کشور همچون مثال آوردن که ادامه دهنده قدرت بود، یکیش که نزدیک ایران بود و دیگرش یعنی که ازبکستان بود که سال 2004-5 در اندیجان اسلام کریموف کرد و تا مدت سال 2016 تقریبا 10 سال 11 سال یعنی که حکومت کریموف ادامه پیدا کرد و تا اینکه باز خودش هم نمرد و یگان گپی هم نشد، دولت با یعنی که با سودگی گذشت به دست میرزیویف و باز هم کشورهای دیگری را همین خیلی مثال آوردن که هرگز این ادامه دهنده کار رحمانوف و سناریوهایی که در دنیا تکرار میشوند فکر نکند که سناریوهای کشورهای دیگر میتواند برای من باشد. خیلی که مثلا بردی محمدوف بچه‌ش سردار گرفت در جاش موند، یعنی من دقیقاً همین کارا میکنم. ببینید گیدر علیوف به شکل دیگری الهام علیوف در قدرت آورد، یعنی سردار بردی محمدوف مثلا قربانگولی بردی محمدوف سردار یعنی به یک شکل دیگری به قدرت آورد و رحمانوف هم دقیقاً میخواهد که همون شکلی که بردی محمدوف مثلا کردگی بچه‌ش قربانگولی رستم به همین شکل بیارد، ولی سناریوهای کشورهای گوناگون به یک وزن به یک شکل تکرار نمی شود، چون که فرقیت الهام علیوف یا حیدر علیوف با فرقیت آن چیزی که در ترکمنستان است کاملا فرق کننده است و آن چیزی که در تاجیکستان می شود تشابه یا اینکه مانندسازی این سناریوها، فکر نکن که این سناریوها به همون شکلی که تو میخواهی یعنی که انجام میگیرد یا به همون بازدیدی که رحمانوف کردگی است از یعنی که کشورهای همسایش به همون شکل امکانی همین سناریوها یعنی که تکرار میشود. چرا؟ چون اون چیزهایی که در این کشورهای ترکمنستان بود کاملا یک مردمی فرق کننده از مردمی تاجیک هستند و اون چیزی که در مثلا آذربایجان بود اونجا هم کاملا
در یک وقت و زمانی بود که مردم به همون حد و اندازه تفکر عمیق بیشتر نرسیده بودند که الهام علیف آمد به قدرت. پس وضعیت و حالت به یکسان فکر نمودن و سیناریوهای کشورها را در خود تطبیق نمودن، رحمانوف باید فکر نداشته باشه که این فکرها میتواند چی باشد، یعنی به یک شکل یعنی امکانی تحقق پیدا کردنش وجود دارد. پس این پلیته را از کوشش بکنه پرتویان و این سیناریوهایی که برای قتل کشتار اتخاذ کردنی هستند، این سیناریوها را باید یعنی رحمانوف از یعنی قاموس زندگیش باید بپرتوید و فریب نخورد، تا اینکه این منظور ما فریب نخوردن رحمانوف، ما میفهمیم که رحمانوف فریب بخوره و از قدرت بروه، ولی ما نمیخواهیم که شهروندی بگناه این کشور کشته شود. انا هیچ زمان نمیخواهیم. ما نمیخواهیم که یگان شهروندی کشور به خاک و خون کشیده شود و یعنی که مصیبت هایی که در نظر است بعد از قتل کشتارهای زیاد این رحمانوف از قدرت بره. ما میخواهیم رحمانوف به یگان خونریزی از قدرت بره. باز هم بسیاری از برادران و خواهران حالا یعنی که با من صحبت میکنن که نه این کار نمیشود، رحمانوف به خونریزی از قدرت نمیرود. بله ما میدونیم این دقیقاً قضیه است که ما به همون شکل میگیم که میخواهیم که به خونریزی رود، ولی نه به اینکه شهروند این کشور کشته شود، به شکلی که یعنی که اون چیزی که افرادی که یعنی که این مصیبت ها را بالای ملت آوردن اونها حتما جواب میگن. چون که در سوریه با گذشتن یک سال دو سال هم دیده است که یک لو قپیده یعنی که همون افرادی که جوگه میشونن پیداشون میکنن، قاتلا را آوردن، همین تا بزمک قپیده میشونن، تا خرمک خوبمک یعنی سگمک ها قپیده میشون. انا همین خیلی افرادی که در وزارت کارهای داخلی کار میکنن، انا اون شکل هایی که مثلا در قرغان هستن، من حالی نمونویس کرده هستم کارمندی یعنی کارمندای عدل قرغان که چگونه مردم زنگ زده پرابلم کرده، یعنی خوش وقت زاده و یعنی که فلان و فلان و فلان و کاپیتان ایش مایور اوشن پادپالکونیک ایو همه اینها یعنی که در ما نوشته شده ایستادن و فکر نکنه که شما با این ظلم هایی که بالای مردم انجام داده است این ظلم های شما پاینده هست و حتما شما در نزد این مردم جواب میگه. اینه هیچ وقت فراموش نکنه و خاصتا همونایی که در زنگ زدن مردم زیاد زنگ میزنه تا اینکه بر بگردن بیاین، تا اینکه اونها ازاح یا اینکه عفو رحمانوف شامل شوند، گفته میگیری دعوتشون میکنی 40-50 هزارشون میکنی میگیره، بعد از اون باز یعنی که قضیهش همین خیلی میمونه و با یه رئیس دیگه میشه با دوباره فرارش میکنه با پول میکنه. یعنی این مردم اینو با یک وضعیتی بد و وخیم آوردن گرفتار کردن. پس این همه از چی دلالت میکند؟ از یک حکومتی رو به تزلزل، از یک حکومتی که در وضعیت فروپاشی قرار دارد. دقیقاً همون حالتی که در روسیه نیکلای میکرد، همون حالتی که در یعنی که کشور بخارا امیر عالم خان یعنی که به وجود آورده بود، چی از نگاه انداز نلاک، چی از نگاه جدیدیه ها را، چی از نگاه یعنی که قمع و قتل کشتار افراد آزاداندهشی که پیدا شده بودن، چون یعنی که استاد عینی و یعنی دیگر بزرگان ما که در اون وقت ها بودند و وضعیت همون حالت می دیدند و به همین حالت ها یعنی گرفتار شده بودند. و دقیقاً رحمانوف در همون حالتی که کشورهای رو به تزلزل قرار دارد با قتل و کشتار، حکومت باید عفو کنه، حکومت باید آزادی بده برای مردم، حکومت باید مردم دستگیری کند، حکومت باید کار کنه که یعنی فقط اویلم نگه، فقط سمیک نگه، فقط دامودی بشمورم نگه، فقط دخترم نگه، فقط نبرم نگه. نه، این چیزا ادامه حاکمیت هیچ وقت تقویت نمیتیه. فکر نکنه که تمام دیگه قدرت در دست ما هر کاری که بخواهیم انجام میتیم. پس این همه وضعیت هایی که در کشور ادامه دارد، این وضعیت ها یعنی عواقب ناگواری را یعنی بر سر اویله رحمانوف میارد. البته ما میخواهیم که بر سر اویله رحمانوف خداوند مصیبت را یعنی که سرازیر کند، ادخلوا آل رحمان اشد العذاب، خداوند به سخت‌ترین عذاب گرفتارش کنه. از یگانه چیزی که ما میترسیم خونریزی و ریخته شدن خون شهروندی بیگناه این ملت است. انا این است که برای ما چی است؟ برای ما
یعنی که ناخوشایند است و نمیخواهیم که این کارها شود، ولی اون چیزایی که با ضرر اولیای رحمانوف میتواند باشد و ملت در اون ضرر نمیبیند ما یک کلمه ش نمیگیم. چرا؟ چون ما انتظار این چیزیم، ما خرسند میشیم که اولیای رحمانوف ضرر ببینه، ما خرسند میشیم که اولیای رحمانوف با مصیبت های گوناگون گرفتار شود. یعنی ما هیچ وقت اون چیزی که در دلمون داریم نه دروغ میگیم نه پنهان میکنیم، نه یعنی که هدف و مقصدمون این است که اولیای رحمانوف یگان فایده بینه. نه، ما ضرر ندیدن مردم میخواهیم، ما با مصیبت گرفتار شدن شهروند تاجیکستان میخواهیم و ببینیم که شهروند کشور یعنی که امکان ضرر رسیدن به او از شکل و از جای از طرف وجود دارد. پس وظیفه ایمانی ما است که در این قضیه حتما مبراهیم باید چکو کنیم، یعنی که صحبت کنیم، گپ زنیم و بفهمونیم. چرا؟ چون که اگر بینی و نابینا و چاه هست، یعنی اگر خاموش بینشینی گناه هست. پس یعنی که اون چیزی که با مصیبت شهروند این کشور روانه شده است از طرف این رژیم، با هر شکل باید اون خونسا گردد، با هر شکل باید اون از بین برده شود، که این است علت سبب مبارزه ما بر علیه این رژیم خوناشام رحمانوفی پلید و کثیف. خوب بیننده عزیز و گرامی، همه وضعیت و حالتی که ما و شما در کشور میبینیم این ادامه دهنده همون یک روزگار سیاه و وحشتناکی هست که یعنی تا به حال این کابوس در ملت ما با پایان نرسیده است، در کشور ما با پایان نرسیده است. پس راه ما و تو استقامت و پایداری و یعنی آن چیزی که میتونیم انجام داده در مقابل این رژیم با شکل‌های گوناگون انجام دادن است و ما خسته نمیشیم، ما خسته نیستیم. ما این وضعیتی که در کشور میبینیم امکان ندارد که یعنی ما بازم بخواهیم که همون وضعیت ادامه پیدا کند، ولی ما خیلی شمای مکه بشینیم هم خیلی نه، ما آن چیزی که میتونیم با شکل‌های خودمون مبارزه‌مون را ادامه دادیم، چه از نگاه سیاسی، چه از نگاه روانی، چه از نگاه صحبت‌ها، چه از نگاه برنامه‌ها، چه از کشف جنایات، چه از یعنی که جمع آوری معلومات برای آینده کارهای را انجام دادن در کشور، چه از نگاه نوشتن نامه با جنایت عملکردهای مقامات رحمانوف با شکل‌های گوناگون، با وجه‌های گوناگون، یعنی که در همون وضعیت و حالتی که کشور و وطن و ملت مردم قرار دارد اون با شکل‌های گوناگون کارمون انجام داده ایم. ولی ما باز هم می‌خواهیم که نتیجه تزتر صورت بگیرد، اگر چنده که نتیجه در دست ما نیست. یعنی چنانه که الله سبحانه و تعالی رسول اکرم برای بشریت و برای یعنی که اهل کره زمین پس از حضرت عیسی فرستاد تا این که تا روز قیامت این دین و این پیامبر یعنی برای مردم همچون یک الگو و یعنی به دست آورنده یا این که توسط اون کتاب جاودانه قرآن را نازل نمود و این دلالت کننده بران بود که رسول اکرم تنها وظیفش ابلاغ بود، رسانیدن. یعنی و ما علینا الا البلاغ المبین، ما نیستیم یک ترساننده آشکار، یعنی بلغ بلا برسان آنچه که من برای تو رساندم. یعنی الله سبحانه و تعالی پیامبرش ابلاغ کننده رساننده فرستاد، بشیر و نذیر فرستاد. چرا؟ چون که مردم آگاه کنه از حلال حرام، از خوشبختی و نیکبختی، از این از راه درست، از صراط المستقیم، از راه ضلالت و گمراهی. ولی ما هم در صدد اول رسالت شهروندی و آن رسالتی که این ملت و این مردم الله سبحانه و تعالی خودش در تاری سر ما همه وضعیت دیده ایستاده است، تنها و تنها ما معلومات هایی که این ملت باید بفهمد و طبق اون عمل بکند تا این که ضرر نکند همونها را باید برای این ملت برسانیم. و معلوماتی که ما برای هزارها جوانی که فکر داشتن برای رفتن به تاجیکستان ولی بعضی گمان ها داشتن میدونن که فعلا وقتی اون نیست، من دیگه کار میکنم. مثلا برای چی؟ به خاطر این که اوجه بفهمه که حالا من اگر برم گرفتار مصیبتی میشم، حالا من برم امکانی یعنی که گرفتار شدن به مشکلات دیگری من در کشور میشم. پس انتظار است، ولی این سببش ما و شماییم که نماندیم اون تا اینکه
گرفتار مصیبت شود. پس این آیا به ضرر تو است، آیا یعنی که برای تو یگان مشکلات درست کردیم یا اینکه تو را آگاه کردیم تا اینکه با مشکلات روبرو نشی. خوب، این است اون چیزی که باید ما میگیم. ولی رحمانوف باید خوب دقت کند که آن چیزی که سناریوهای کشورهای دیگر، چی در آوردن بچه، چی در قتل کشتار، چی در اداره حکومت، چی در کشتن یعنی که مردمش و مردم ترساندن، اونو در آغاز میشوه. یعنی که فکر نکن جایگاهی که تو داری خطا به کشورهای دیگر ابرقدرت همسان و همانند نگی و متکاها و کریشایی که داری که اونو کریشتن، او کریشات حمایتت کرده نمیتونن و کریشات نمیتونن تو را حمایت کرده. با همون خاطر باید به قدر اندازه خودش کرپش پشت راست کنه، به قدر اندازه خودش باید یعنی که بفهمد که چیکار کرده است، چرا؟ چون که وضعیت همینه تقاضا میکند و با فریب کردن مقامات انتظامی دست به جنایت‌های نزند که دیگر عمر دارد از اون نبراید. ما میخواهیم که رحمانوف در یک وضعیت بد گرفتار شود، ولی نمیخواهیم توسط کشتن مردم یعنی که همون کار شود. بار دیگر میگم، ولی اگر رحمانوف خودش فکر داشته باشد که مشورتی که براش دادن در شورای امنیت، خب با میگم دیگه بعضی گپا را تا اینکه بفهمه، در شورای امنیت و در صحبت‌های 8 نفره که انجام شد، یعنی که چی مصلحت ها شد در این قضیه هایی که مشورت دادن، در اون قضیه شتاب نکنه باید رحمانوف. شتاب کردنش یعنی سبب بدبختی و سبب محو هلاکتی یعنی هم ملت نشوه چند نفر و این چنین هم تز، یعنی بدون که اون حالت و وضعیتی را که دیگر کشورها دارن تو نداری و تو خطا به اونها مانندم نکه و تو مانند هم شده نمیتونی. این بود اون چیزی که ما میخواستیم در قضیه بگیم. و در قضیه اون یک تیر و اون افسری که یعنی میتوند این 10 میلیون نجات بتیه، خب دیگر اون دلسلو چی است؟ گفتی همون یعنی که بلند مقام، یعنی اون دلسلو چی است؟ امکانی یعنی که کاری وجود دارد و یا امکانی تحقیق این مسئله به شکل‌های امکان پذیر است و باز هم یعنی که اون وقت نشان میتید و اون میتوند که این ملت یعنی به شکل نفسی آزاده بکشن. و اونم بار دیگر میگم ما نیستیم، ما خودمون در داخل این قضیه نمیبینیم، تنها یک کشته کی را کشتی تا کشته شدی زار. یعنی که موسی برای دید یک کشته فتاده، گفت یک کشته کی را کشتی؟ بگیرید تحیر سر انگشت، گفت یک کشته کی را کشتی تا کشته شدی زار. یعنی که شخصی که آدم میکشه میکشنش، یعنی که هر شخصی که چی گونه که زندگی کنه به همون شکل میبره، یعنی که شکل زندگانی چه خیلی است به همون شکل تو میبری. به همون خاطر رحمانوف به قتل آمدگی است، به کشتار آمدگی است و این مرگ عادی قطعی نمیروه و مرگ اینم باید به همون سرانجامی شکلی که یعنی که اگر در بالا جا گپم بره نچید خوب دیگه معلوم است، ولی اگر در غیر بالا جا گپم بره پس همون یعنی که شکلی که آمد پا در بالای این ملت مرده ها مند وارد دوشنبه شد، به همون شکل سرانجام و نهایت رحمانوف یعنی که حتما همون شکل است، نه اینکه یگان شکل دیگر یگان کار دیگر. این است نهایت هر یک ظالمی که با شکل‌های گوناگون، با شکل‌های قتل کشتار به قدرت رسیدگی است. خوب، گفتی گپو هم آن چیزی که ما در این قضیه ها بیان میکنیم باید هر یک جوان این ملت دقت بتید و بفهمد که یعنی که قضیه و وضعیت و آن چیزی که ما یعنی که بیان میکنیم چی است، دلالت کننده آن است که شما باید فکر سیاسی، فکرهایی که دارید جمعشان کنید. بعضی جوانی ما زنگیری میرم خاک ما نمیگیم برای بچهای زنگیر یگان بچهای پسنایوشن که یگان پرابلم ندارن انشالله، ولی همین قدر میگیم که در بعضی از حالت ها تست داده نشه تا این که وضعیت و حالت کاملا فهمیده نشد، یعنی به هیچ کار نباید یعنی که کاری که اون میتونند که از اون استفاده برده و سبب یعنی که باز هم دهشت افکنی رحمانوف شود، این ملت باید دیگه بفهمه، باید دیگه بدونه، باید دیگر آگاه باشد که یعنی نباید دیگر به اشتباه و غلط راه دادیم. ولی ما میخواهیم که رحمانوف هر چه تستر سقوط کنه، هر چه تستر
این رژیم از بین برود، یک دولت ملی دیگری به جای این بیاید تا اینکه حمایت این ملت و این مردم یعنی انجام بدهد. خوب دیگر بیننده عزیز گرامی، تا اینجا رسیدیم به نهایت برنامه. قسمت آغازین برنامه ما به پایان رسید و در قسمت دوم در قضیه بازم بعضی از برادرانی که یعنی که واقعا هم در قضیه های کشورهای گوناگون صحبت میکنند و واقعا پرخاشگری و جنگ جنجال میکنند، به دشنام به حقارت کار میرسد. به خدا قسم یگان نمود خیلی کشورهای دیگر برای شما را منفعت نمیرسوند. فراموش نکنید که هیچ انگشت پشتی تر نمیخوره. یگان انگشت دیگر یعنی که پشتی تر نمیخوره. تر خودت هستی که انگشتای خودت پشت میخوره. درست تر همین تاجیکستانی اگر لازم داشته باشن من تر لازم دارن، کشورهای دیگر ما تر لازم هم ندارن. بعضی همون برادران و نزدیکمون لازم ندارن. اگه کوبا کجا برسد که یک کشورهای دیگر ما برای اونو خودمون بکشیم، داد بزنیم، ای سر توپ بگیره، یعنی که جاغمو بشکنه. برای چی؟ برای چون کیو؟ برای وطن خود فکر که، برای وطن خود یعنی که جنگ کنه، دادوی کنه، یگان دعوا کنه. تاجیک برای تمام کشورها جنگ میکنه. طرفدار اروپا هم هست، طرفدار امریکا هم هست، طرفدار اسرائیل هم هست، طرفدار ایران هست، طرفدار دولت عربی است، غیر از این که طرفدار دولت خودش باشه یا که به منفعت دولت خودش گپ زنه. تاجیک در مورد تمام امور دنیا گپ میزنه. در امریکا گپ میزنه، برای اسرائیل گپ میزنه، برای ایران گپ میزنه، برای دولت عربی گپ میزنه، تمامی سیاستمدارای دنیا رو براشون گپ میزنه، تمامی غیر از تاجیکستان. چرا؟ چون که رحمانوف خیلی دیگه اوسیا فهمی انمی ترای یعنی که دکترش، عالمش، پروفسورش، ملاش، فیلسوفش، یعنی که فرهنگیش، زیاییش، شاعرش، تمام کشورهای دنیا را افسوزد میکنه غیر از رحمانوف. چرا؟ چون که رحمانوف یعنی که وضعیت بزیه میکنه و خاطر نمورو نمیگیرن. انمین است یعنی بدبختی ما و شما، انمین است یعنی که اون چیزی که ما و شما را با پیروزی تیزتر نمیرسونه. اگر همون آدمی که یعنی که آشکارا صحبت کردن نمیتونه با شکل‌های گوناگون در پنهانی با رای همین ملت، دولت و مردمش اگه فکر کنه، با خدا قسم بسیاری از کارها را انجام داده میتونه، ولی در فکری وطنش نیست. تنها با دعا کردن و ششتن و عمل نکردن یگان گپ نمیشه. خدا میگه اعملوا، عمل بکنید، عمل بکنید. عمل کردن در کاره. ما اصحاب سفر را میبینیم که پس از حضرت پیامبر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اومد چیکارشون میکرد؟ دستش در بود، گفت چیکار کنی؟ گفت ما شب تا سحر عبادت کنیم تا ابیت خو میریم. یا در را گرفت همش حضرت خیزه گفت مسجد بره دفشه، در وقت نماز بیا نماز تبخون، شب بر وقت بیا خوره بخیز، یک ساعت پیش 2 ساعت پیش عبادت تب کن، با سحر بخی، بعدی بومدو برو برای کار که زندگی تبیو. و جعلنا النهار معاشا، نه روز برای شما برای کار آفریدیم. ولی تاجیک تنها فکر میکنه که من یعنی که با دعا کردن برای دیگه مسائل مشغول شدن. انشاءالله که بله دعا مخ عبادت، استکبار ورزیدن از دعا انسان یعنی که متکبر و از اسلام خارج میکند. یعنی در حالت افراد متکبره که یعنی بیس مثوى المتکبرین، یعنی بدترین جایگاه از جهنم برای افرادی که کبر میورزند. یعنی ما در برابر دعا کردن کارم کردن در کاره، در برابر عبادت کردن کارم انجام دادن در کاره، نه اینکه فقط بشینی بگوی که من کارم نمیه. بهترین کار دعا را باید که ما خودمون در بعد از نمازهای پنجگانه مون کنیم، در نمازهای تهجد مون کنیم، در سجده ها مون کنیم، در برابرش باید با عمل بکنیم، نه اینکه تنها یعنی که با دعای به عمل انجام میشه. تو در خونه بشینی بگوی من دعا میکنم خداوند اویلک برای من میتیاد، خدا اویلک نمیتیاد. اویلک برای چی؟ برای اینکه لیس للانسان الا ما سعى، برای انسان نیست مگر همون چیزی که کوشش میکنه. هر عالمی اولیای بزرگی درباره وطنت کم ترک فکر که، درباره وطنت کم ترک فکر که. این است که ترا تنها الله سبحانه و تعالی علم داده است، بشینی فقط همون یک کلمه را اعراب کنی و یک مسئله، یک قضیه را در فیسبوک، در
یعنی که یگان سایت بگوی تمام همه وظیفه ایه و وظیفه از او بیشتر است. رسول اکرم پدر بود، شوهر بود، یعنی که پرزیدنت بود، جنگاور بود، خانه میرفت، خوراک میکرد، لباس میشوشت، مسائل سیاسی را میدید، تمام کار انجام میداد، اونیورسال بود. ولی ما و تو چیم؟ من عالمم، من باید فقط بشینم بنویسم. نه، ما دا عملکر در کاره، عملگرا در کاره، تو اینکه این ملت نجات بیابد. بعد بشین تو کاری که باید انجام بدی، رسالت واقعی تا در شیشتن نوشتن باید انجام بدی. یگان مشکلی وجود ندارد. ولی در غیر این صورت امکان پیروزی ما و تو دیگه وجود ندارد. یگان کشور دنیا بدون استثنا به درد من تو نمیخوره. شهروندیش داری، مایلش فهمیدم بهترین شهروندیش هم داری، خدمت تا بکن، نلاک بسپورتی، یعنی که کار بکن، اوش کاری خودت، ولی فکر غم تا برای وطنت باید داشته باشی. چیکار کنی برای وطنت باید کارت انجام بدی. یعنی این از غم، این از وظیفه هر یک انسانی با عقل، با یعنی که فراستی که امکان انجام کاری برای وطنش میخواد انجام بده. پس این نیست که من کار میکنم، من شهروندی کشور دارم، من باید که در فکری فقط تنها ها تو خدمت که برای وطنی هستی، قانون رعایت که اندازش بسپر. یعنی هر چیزی که میکنی اوش با اون دوجت زندگی داری، ولی علل اقل هر روز 1 ساعت یا نیم ساعت برای وطنت فکر که. خواب میره، خوراک میخوری، کینو تماشا میکنی، یگون چیز مینویسی، همراه زن و فرزندت هستی، 45 منوت 1 ساعت برای وطنت فکر که چیکار کردن در کاری که همین مسئله. او نگو که مردم جمع نمیشوند، همین تو خودت در سر فکر جمع شوی را آوردی، فکر کنی که مردم همو کارا میکنن. تو چیکار کردی که یعنی که مردم نشیدن؟ اینطوری نیست که من یک آدم گرینی بزرگم باید مردم منو گوش کنن. اینطوری گپ نیست. تو باید به یک کاری کنی که هم مردم خودش تو را انتخابات کنن در گوش کردن. نه تو امکان داره که یکون کاری بکنی. ولی اگر از آغاز تو فکر داشته باشی تاجیک همش میگم من گرینیم، باید همت منو گوش کنی. اگر بعد که پرسیش چی گپ داری میگه هیچی. پس اگر هیچی نه، ما پروست خواستم که ام تا رئیستون باشم. ما زادگی نیستیم تا رئیسه. تی یگون کار که یگون خدمت بکه، پس از اون تو ببین که مردم چقدر تر گوش میکنن. همین بدونیم که تو یه آدم بزرگی، تمام همین ملت در خدمت تو قرار میگیرن، ولی تو فقط هم گپ زدن باشه و یعنی که همین باشد برای ما یگون خیلی لازم نیستی. تو نه حتی برای خانواده خودت لازم نیستی. پس به همون خاطر یعنی که برای آینده ملت وطن هر یک قدم ما و شما باید فکر داشته باشیم تا اینکه بتونیم وطن عزیزمونه از این ورطه و از این هلاکت نجات بدیم. این برای علما، برای افرادی که داعی هستند، برای افرادی که سیاستمدارند، برای زیایی ها، برای شاعران، برای نویسنده ها، برای تمام افکار و از اقشار و یعنی که گروه های گوناگون این ملت، اقشار گوناگون این ملت که میتوانند برای این ملت کار انجام دهند. پس تنها و تنها خدمت کردن در کاره و خدمت ما و تو پس از یعنی که انجام کارها می شود. یعنی ما حرکت یعنی که کارمون با بسیاری از کارهای سیاسی شروع کردیم، ولی بازم در قدم های بعدی کارهای بیشتری باید انجام دهیم. کارهای بیشتری انجام دادن. حرکت اصلاحات خانه که از حرکت هایی است که نیاز با معرفی کردن کادرهاش ندارد. کادر حرکت فقط تنها حرکت میشناسش، تنها در داخل حرکت است و کارهایی که انجام میتید یعنی که الحمدلله عدد ما خیلی زیاد شد و با افرادی که پیوست میشوند، افرادی که یعنی که مشخصاتشون دست ما از در هر کشورهای قرار دارن، الحمدلله که یعنی با شکل‌های گوناگون ما از شما یگون چیز طلب نداریم، تنها و تنها کاری که باید انجام دهیم برای وطن تای که اون وطنی هم تو است، هم من است، هم زن و فرزند، هم پدر و مادرت است. پس هیچ چیزی بیشتر ما توقع نداریم. توقع ما انجام کارهایی که برای آینده این ملت بتواند که یعنی که منفعت بیارد. پس برای اون همه ما و شما باید کار انجام بدیم، نه اینکه در یک وضعیت عادی بشینیم کاری که باید انجام بدیم یعنی که همین خیلی یعنی نامعلوم باشد. نامعلومه که آینده معین می شود مهم است، ولی نامعلومه که نمیدونم چیکار کنم، فقط تنها باید من همین یک کاری نامعلومه که آینده نادرخشان دارد
انجام دادن اون کارها هم یگون منفعتی ندارد، نه برای خودت، نه برای کودکات، نه برای زندگیت، نه برای وطنت، نه برای هیچی، نه برای دینت. پس انشاءالله که برادرها در این قضیه دقتمون جدی تر بکنه، یعنی که دقتمون جدی تر کنیم تا اینکه باید کاری را انجام بدیم که آن منفعت دار برای ما و شما باشه. خوب بیننده عزیز و گرامی، ما فعلا یک نیاز به یک تا منتج که دائمی عمل کننده داریم. اگر شخصی که خودش تمامی چیزش دارد و تنها میخواهد که کار انجام بدهد، یعنی که تماس بگیرد با ما، ولی کامل باید کار کند. این یک تا با همراهش صحبت میکنیم در مسئله چقدر میتونیم همراهی او کار کرده. و این چنین یک ژورنالیستی کسبیه که کاملا، یعنی که ما دو ژورنالیست در کار داشتیم، یک تاش تقریبا خب دیگر انشاءالله که منتظر هستیم و یک نفر دیگر اگر باشد، اگر دو نفر همراه باشن و بخوان که کاری انجام تین، پس یعنی که بهترین میتونیم که یعنی که بگیریم اونها را تا اینکه اونها الله اکبر ولله الحمد. خب ما و شما وضعیت و حالت به حالتهای گوناگون انشاءالله که باید با هر شکلی که هست بفهمونیم، مردم یعنی که آگاه کنیم، مردم به شکلهای باید فهمونیم. پس یعنی نیاز به کارهای زیاد داریم. کارهای ما عبارتند از یعنی که آنچه که مربوط به حرکت است، مسائل تحلیلی است، مسائل همین است که در یعنی که حرکت نیاز به دو ژورنالیست کسبی داریم که اون فقط تنها کارش تحلیل است، کارش همین مسائلی که مربوط به یعنی که حالتهای امروزه است. یعنیش قضیه جهانی را باید یعنی که بیشتر اهمیت دقت بتیه و یک نفرش قضیه های داخله، یعنی که از دو جهت تا کار ما با یعنی که همین مسئله ها باید ادامه پیدا کند. و انشاءالله که اگر برادرانی که امکانی یعنی که همین هنر را دارن، کسی از اونها آگاه نمیشود، هیچ کس نمیفهمشون، ولی قلم داشته باشد، نه که یعنی که فقط کورس چت جی پی تی باشه نمیشه، یعنی چیزی تحلیل داشته باشه، یعنی علم تحلیل داشته باشد. یعنی مثلا نوازی من نمی خودم میخوام که همین کار انجام بدیم، خودم هم در قضیه تحلیل مسائل خارجی را یعنی که میتونم که تحلیل کنم وضعیت به کدام شکل است، و هم قضیه های مسئله داخلی را یعنی که خودم هر دشه میتونم که بدون مشکل انجام بدیم. ولی کارهای ما باور کنید خیلی زیاد است که دیگه ما با همه چیز نمیتونیم به خود راست. همین کارهایی که در اصلاح هست واقعا خستهش میشه آدم. مثلا ما تا صبح خواب نیستیم، همیشه تا صبح بعضی از قضیه‌های واقعا جدی را دیدیم که یعنی که مهم هستن، اونها را میبینیم، اونها را تحقیق میکنیم، زنگ میزنیم، سوال میکنیم. سیمیکا نیوز بود که شب گذشتگی آمادش کردیم که باید فردا تقدیم تون شود، 30 است. و دیگر قضیه‌ای که مربوط به بعضی از جنایتکارای یعنی که مظفر یوسفی است، یا اینکه علی مطف است، یا اینکه مثلا کامیل است، یا اینکه شیرعلی کبیر است، یا اینکه بزمک، یا اینکه دیگرش است. یعنی که همه این قضیه را ما واقعا کار کرده ایم و کار کردن ما دلالت بر دقت و اهمیت جدی دادن در همون مسئله است تا اینکه هیچ مشکلاتی به بار نآید در وقت انجام کار. پس انشاءالله امیدواریم که انشاءالله در قضیه کوتاهی نداشته باشند. آنچه که تو یعنی که بود یگان تغییراتی البته نکرده است، همون 22 نفر در 100 نفر است و همون یک نفر که هفته گذشتگی بود 15 نفر در قضیه 250 یورو یا اینکه 25,000 بود. و فعلا حالا از همین 75,000 یعنی که 45,000 همین روز لازم داریم، فردا نه، حتی همین روز لازم داریم و فردا تا ظهر باید که پرداخت شود. همین مسئله 45,000 که 75,000 بود باقیش پیدا شد، همین 45,000 باید ما به هر حالتی که می شود یعنی که همین روز باید پرداخت کنیم، یا 44,000 چنده یا 45,000 تقریبا نمیده، یعنی که باید پرداخت کنیم. و خوب دیگر همین است و باز بعد میگذاریم در قضیه ماه اپریل مون که
یعنی که چی کارها انشاءالله که باید انجام تیم. خوب، اینم پیپل ما است. میتونن برادران توسط پیپل که توسط پیپل بار دیگر میگم همون 900 که باید پرداخت کنیم اونم موندگی است، یگان چیزش پرداخت نشده است. در پیپل چیزی ناآمده است. یک چند هفته پیش بود به فیرم آمده بود یک برادر، ولی دیگر چیزی ناآمده است. همون وضعیت و حالت میتونن افرادی که پیپل ما به یگان یعنی که هیچ کسی نمیتونه دیده و هیچ کس یگان معلومات هم این نمیتونه گرفته. پیپل است و مرحمت میتونن برادرانی که در اروپا هستن، در امریکا هستن، توسط پیسین، توسط پیپل، توسط یعنی که گذراندن هر شکلی که باشد امکان وجود دارد و تنها تماس گرفتن و قضیه را انشاءالله که حل کردن. برادرانی که میتونن در یعنی که این بچه‌ای که 100 نفره مثلا 50,000 یا اینکه 500 یورو است در این داخل شوند یا در مسئله دیمش 25,000 روبل یا که 250 یورو داخل شد تا اینکه بتونیم کاری که باید انجام بدیم انجامش بدیم. امیدوارم که انشاءالله برادران در نوشتن نامه ها، در معلومات دادن، در آنچه که میتونن کاری انجام دادن انشاءالله که کوتاهی نخواهند کرد. و برنامه ما فعلا انشاءالله که قسمتی بخش اولش تمام شد و خدا کند که بتونیم تو یعنی که تقریبا 2 ساعت دیگر برنامه مون بریم. همون خاطر خوب میتونید که توسط آنچه که در لینکی که در برنامه گذاشته شده است وارد شوند برادرها و توسط رقم تلفنی که در برنامه هست زنگ بزنید تا صحبتی که میخواهید انجام دهید بکنید. و بعضی از کارهای خیلی مهمتر دیگر هم داریم. اگر برادران صحبت کنند خب ما هم هستیم تا اینکه برادران و خواهران صحبت کنند. مادران گرامی در قضیه یعنی که سخنهای دارید که در من میگید میتونید ببروید صحبت کنید در اینجا. امیدوارم که صدای شما شنیده می شود. امیدوارم که یعنی که صدای شما به گوش مردای این ملت میرسد، کار را انشاءالله که انجام میدید. خب مدیراتور امیدوارم که انشاءالله دقت میکنید تلگرام گذارید تا اینکه برادرانی که در تلگرام ابونه نیستند در تلگرام ابونه شوند. برادرانی که در اصلاح یعنی که خود کانال ابونه نیستند میتونن ابونه شوند. در گذاشتن لایک ها و آنچه که مربوط به نظرسنجی است، در نظرسنجی ما امروز 227 نفر 257 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. سوال همین است آیا سرکوب میتواند رحمانوف را نجات دهد؟ بله، موقتا نگاه میدارد، نه تنها سقوطش را نزدیک میکند 67%. خب دیگر این هم نظری افرادی که در این قضیه نظر خودشان دادند و گفتند. خب بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله برادر، واتساپ فرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. از چی سعی کنیم دیگه نمیدونیم برادر. از هر چیزی که برات مهم است. خب موضوع گذاشتگی شما را دیدیم. انشالله امیدواریم یگان جوانمرد، یگان واسه نمیدونم یگان مخنه، یگان جوانمرد پیدا می شود در داخلی او کشور. شیر مادرش براش حلال که همین این کثیفی رحمانوف از سر این ملت 10 میلیونه دور کنه. آمین. یک موضوع دیگر که همیشه بزرگ در همه جا همه دایی درد دارن، شاید از خویش تبار، از همسایه، نمیدونم از دورترین نزدیکامون، هر چیزی باشد، راکو یک مصیبت یا مصیبت دیگه یعنی فرزندان میروند در خدمت مادر وطن گفته رفتیستن، بهتری ماشاءالله رفتیستن. بعد این ویسیت او جوان رفت است، این مادرش نزار و پنج گریه میکنه که بچه من استخوان خورده است. ما مردای کلان در اینجا استخوان نمیویم بخوریم، گوشت نمیویم. و کجا استخوان یافته است؟ در او خدمت حربی حاضر همه میدونند. در اونجا غیر از امو کپوس شوربا و نس شوربا و ماس شوربا دیگر چیز نمیدین. از کجا استخوان یافت؟ خب بگذار استخوان یافت خورد، همون را نمیشد که شما در را تبابت کنید او را بیرون کنید، یگان علاج نداشت.
الله لعنتتون کنه. بعد از دانشگاه رفت، از خدمت کرده است، مردش آورده خلاص. چگونه ای که بچه تاجیک در اوکراین و در دیگر کشته می شود، مرده می شود، در تاجیکستان به جنگ کشته شده. او رحمانو خدا لعنت کنه 7 پشت و جانبداراتا. و شما کجا را نگاه میکنه؟ این ملت کجا بروا؟ این ملت کجا بروا؟ باور که برادر همه ما فرزند داریم. بیاگان دیگه خودش از آب پرت افته است. با خاطر چی او از در آب خودش میپرته، خودش میکشد؟ او را در اوجه چیکار کردن که در اوجه خودش در آب پرت کشت؟ این ملت با کجا رفته است؟ او شیرعلی میرزا تو نگاه نمیکنی این کجا رفته است؟ این ملت تو در نزد خدا جوابگو هستی؟ باور کنین من حیرانم. مفتی دیروز بود، پریروز بود، رفت با سربازان صحبت کرد. او ببینید که فلان یک چیزهای یک مزخرفاتی گفت. یگان وقت نمیگه که برادرها این حرام است، زنازنی کردن حرام است، یک کس ظلم کردن حرام است. شما زورید در میدان بروید با هم دیگر گوشتینگیری کنید، نمیدونم کاراته است، یک چیزی رو کپاش بای میگن، یک چیزایی کنید، ولی که یک کس ماندن زدن او را با او از براسی الله. مفتی از خدا بترس، با این کپایی که گفته بودی این فرزند مرد، این را کی جواب شمیتیم؟ او در این محمد اقبال گناهگار است، کبیری گناهگار است، نمیدونم کی گناهگار است. باور که برادر امیر دیدم دیگر دل من لرزه گرفته است. او گریه او مادرم. بله 100%. سلامت باشی برادر. درست است انشاءالله. بارک الله برادر. خوب واقعا درست میگد. یعنی بعضی از حالت ها را باید که مقامدارا هم خوب ببینن بفهمند و یک نفر در اینجا نوشته است، البته این معلوم است که یعنی که هدف یعنی که به خاطر گویا به یک شکل پیش مردم که ما را با ویژلی و یعنی که بیان کرده است. از نظر مردم این برنامه هاتون نتیجه چشم رس نداده ایستاده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 23 سال دعوت کرد، 10 سال 13 سال در مکه دعوت کرد، 10 سال در مدینه که وحی از آسمان به زمین میفرامد و حمایت از جانب الله مستقیما بود و فرستاده الله بود. نتیجهش هم قدر بود. اما و حضرت نوح 950 سال دعوت کرد، ما امنوا الا قلیلا. اما خاطر ما منتظر نتیجه نیستیم، ما عمل میکنیم. الله سبحانه و تعالی نتیجه را خودش میاره. ای که رحمان رو زندان میکنه، ای که حضرت موسی برآمد طرفداراش قپید کشتک زندان کرد، رسول اکرم برآمد چقدر اصحاب رسول اکرم قپیده شد، کشته شد، زندانی شد، یعنی با وضعیت‌های مهم مشکل گرفتار شد. 7 سال در حالت مقاطعه قرار داشت که یگان کس نه دخترش میداد، نه دختر میگرفت، نه بار میداد، نه بار میفروخت به اینها. مقاطعه بود با اینها. ولی آیا ترک کرد روشه؟ نه. انا میرم مردی میگن. ای که رحمانو لبوی کسی بگناه برده زندان کسی در این محمد اقبال گناهگار نیست، در این یگان مخالف گناهگار نیست. ما هدفمون آزادیه. این که میبروی گپ میزنی که هدف ما این است یا هدف ما مقصد این است، پس این دلالت برای نمیکند که ما خواسته باشیم که گویا این که یعنی که چی میگن این رحمانو گویا همین کارا را انجام داده است، اما یعنی که کار ما نظررس نیستن. کاری نظررس الله میدونه و ملت خودش میدونه. نظررس بدن و انجام عمل هایی که ما کرده استادیم دلالت برای نمیکند که اونا تو تشخیص کنی یا اینکه من تشخیصش کنم. اونا ملت تشخیص میکنه. تشخیص ملت خودش یعنی که کفایت کننده است این قضیه. و همون خاطر یعنی که کوشش کنید گپای وقتی که میزنید یعنی اول فکر کنید پیش این گپ زدنتون، بعد از اون یعنی که کامنتاتون رو بنویسید. ما نیاز به این مسئله ها نداریم. ما نیاز به یعنی که اون چیزی که میگیم ما هدف و اساسی و مراد و مقصود ما نجات ملت است. نجات ملت معین است که چیکار باید بکنیم.
و بعضی چاپلوسا می نویسند توریستان تنج است، توریستان آرام است. توریستان اگر تنج میشید خوب گفتی گپ دیگه معیم بود که چگونه تنج است، توریستان چگونه تنج است، توریستان چی گپ رفته است. اینا خوب دیگه ختم بفهمی، نیاز به شرح بیشتری ندارم. خب ریگری، بله سلام علیکم. بله ریگری بفرما. خب برادر ریگری اینترنتتان نمی شود. میدونم که انشاءالله برادرانی که توسط واتساپ اینم طریق برادر زنگ زد میتونید که زنگ بزنید صحبت کنید. رقم واتساپ در یعنی که اکران گذاشته شده است. هیچ مشکلی برای صحبت کردن وجود ندارد. به همون خاطر مرحمت زنگ زنید توسط واتساپ تو صحبتی که دارید در قضیه های گوناگونی که برای منفعت ملت و مردم است انشاءالله که ما گوش داریم شما را و ما ملت و مردم میتوند فهمیده و میتوند قضیه که شما میخواهید گپ زنید اونا یعنی بفهمد. پس وارد برنامه شوید و صحبت کنید. و بعضی از قضیه های دیگری که فعلا ما یعنی که دیده ایستاده ایم، این هم بعضی از مرغ چرغ، بعضی از افرادی که واقعا هم یکی از بدبختی های بزرگی این ملت، ان الانسان لا یطغی ان رآه استغنی، این الله میگه. یعنی که وقتی که انسان بویی را دید یعنی که متکبر می شود و سبب کبر شدن یعنی که انسان همون چی است؟ همون دیدنی بویگری یا دیدنی بعضی از چیزایی که گویا می بینه. این مسئله را بچه های روسیه، بچه های دیگر منطقه ها واقعا هم در وضعیت های قرار دارن. به خدا قسم بچه های داریم ما در روسیه، در تاجیکستان، در ملت مشترک المنافع، در همه جا بهترین برادران یگان چیز یعنی که نه ایمیج میخوان نه نام میخوان، هدفشون تنها آزادی وطن است. ولی بعضی مرغ چرغی که در روسیه بودن، در برنامه در اومدن خودشون به شکل و خودشون به اروپا رساندن و بعد اومدن طرفدار رحمان فکرده ایستن، بعد اومدن یعنی که زیدی مخالفا صحبت دارن. واقعا این مسئله بخشیده شدنی نیست. هر یک همون مرغ پرغ چرغ همون گفتی گپا دمادی کسی ای یعنی نمیدونم کسی خیلی دیگه شرح زیاد لازم نیست. فقط همین قمه گمتون از الله بترسه. وقتی گپ میزنه در گپ زدناتون یک کم ترک فکر کنه که همین آدمایی که شما یعنی که هر گپشون گفته سه یعنی برای شما زحمت کشیدن، برای شما تصدیقتون کردن و همون شکل تصدیقتون کردن ما میتونن که تصدیقتون نکنن. انا او وقت بعد یعنی گیریتون نیایه شما نامردی کرده. ولی والله قسم همیایی که حقارت دارن و تحقیر کرده ایسن اینا ضررشون از همون چاپلوسایی که در طرف رحمان و فن بیشتر است. چرا؟ چون اینا یعنی که از نامردی بالاترین یعنی که شکلی نامردی است. میگه رسول اکرم من لم یشکر الناس لم یشکر الله. شخصی که مردم شکرگزاری نمیکند الله شکرگزاری نمیکند. شخصی که مردم شکرگزاری نمیکند، شخصی که یک خدمت کرد برای تو، پس تو باید یعنی شکرگزاری کنی همون یعنی که افرادی که را کاری انجام دادن. پس یعنی که شما انجامی گفتنی گپاتون و آن کاری که انجام میتید این معنی چی داره؟ این معنی هم را داره که شما چی هستی؟ شما یعنی هدفتون مقصدتون یعنی که فتنه انداختن است. پس انشاءالله امیدوارم که همه اون چیزی که انجام می شود چی است؟ یعنی باید که در انسجام کار انجام داد و هیچ کس نمیگه که در یگان گروه داخل شه، یگان کس نمیگه که یگان کس فقط شما همون رهبر بدونی، رهبری وحیدی رهبر نه، همه برابر، همه یعنی که به یک شکل در مقابل یک رژیم کار انجام دادن در کره. پس در این قضیه دقت جدی بطی باید و به همون مرغ چرغ پرغی که در اروپا هستند در بعضی از کشورها یعنی که فتنه میکنن، شیطنت دارن، زیدی برادرها گپ میزنن، صحبت میکنن، هم قرار بدونه که شما واقعا هم نامرده و این نامردی شما را
ملت و مردم حتما میدونن. این نامردی شما را حتما انشاءالله که جواب میگه، شما حتما جواب میگه. چنانه که گریه میگه که خلاص میکنه، نه گفتی همون شریک چیکار میکنه، نه اینجا اومده حقارت سر کرده. اما خاطر بعضی از برادرها قطعی صحبت میکنن، راست میگن، میگه بعضی آدم برادر گفتن گناه های. چرا؟ چون که اونا نمیدونیش که کیه، برادرش میگوی ولی کارهای انجام میتیه که واقعا دهشت است. پس در صحبت کردناتون اما مرغ چرخ دقت کنید که یعنی یگون خیل یگون جوتون ندره یکی یگون جوتون درید یگون گپ شید، پس ای خودتون گیله کنی. تو با زندگی خودت باش. بسیار آدمای اومدن گریه میکنند وقتی گذشتن، ای میباب در روسیه ای او دا آدمی مبارزی پیش نبود، ولی وقتی گذشت وقتی در فکر زندگی خود شد و حتی سلام نمیگه خطید. این دیگه بنویسه، این زحمت بکشه. بعضی هم برادرایی که میبینیم حوض حقارتشون کرده ایستن، با خدا زحمت کشیدن، خط دادن، حمایت کردن، کمک مالی کردن، ولی میگذارن در اینجا خودشونه چی میدونن. یا سه تا دیگهش گفتی گپا همین گریه میکردن. در بعضی از کشورهای اسکاندیناوی بودن، چند برادر بابایشون نمیدونن، بابایشون ابسطور رمی اردام کرد، گرفت گذارون، یکم اومد درآمد خودمون حقارت کرد. یکم همین که قبولش اول تا قبول گرفتنش خب میکنه، همین قبولی را گرفت میگفته باشه که خط جنت گرفته است، تمام دیگه اوجه یعنی که لوبای کاری که باید که انجام بده دیگر یعنی که برای او چی است دیگه حقارت های فقط گپش با بعضش سبحان الله دیگه میآیند در اینجا گفت گپا بانگ میزنن یا خیلش همون به ایمانش، بعد دیگه دنیا برای او هیچیه دیگه میبره گپ میزنه. حمایتتون کردن، مردک باشه لااقل یعنی که اعتراف باید بکنی، نامرد نباشه که یعنی که شکرگزاری نکردن به همون چیزی که با شما کردن، اون شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. ولا این شکرتم لازیدنکم ولا این کفرتم این عذاب لشدید. اگر ایمان داشته باشید به خدا پس بفهمید. ولی امیدوارم که انشاءالله هر یک نامردی که کار انجام میتید اون نامرد کارش بفهمد، حتما پاسخش میگیرد. محمد اقبال اگر نامردی کرد، خیانت کرد، الله شرمندهش میکنه. الله قلب و دلهای مردم در دستی انگشتان بی‌مثل مانند الله است. هر طرفی که سوقش میتید اون سوق میخورد. مبارزه‌ای که میبریم ما مخلصانه، یعنی که از نگاه خالصانه به خاطر رضای خالقمون مبارزه برده ایم. ما یعنی که تعریف چاپلوسی نیاز نداریم. عمل بکن تا الله پیامبر و مؤمنان ببیند. الله و مؤمنان فعلا عملهای ما و شما را دیده ایستند و ان شاء الله که رسول اکرمم در روز قیامت از عملکردهای امتش خبردار می شود و کسی عملی خوب انجام داد، یعنی که از پیامبر شنوید، قرآن خواند، گپ علما را گوش کرد و کاری انجام داد، حتما اون درجات والای داره، در این یگان شک و شبهه نیست. ولی فراموش نکنید که کفران نعمت و این قبولی شما هیچ نیستن، یگان ارزش ندارن. همین وقتی که گرفتنش با میشه یه سگی به به، رنگ همون سگ دوره در برات خیلی خوبه، رنگ همون سگت میشه میگردی. با اون خاطر خوب گپاتو را نگه کنی. حمایت های رحمانوف، حمایت از دولت روسیه، حمایت جنگ کردن، یعنی همه این ها ستاتیای داره که گرجدنستوهای افراد را میدونیم که در یعنی که آلمان بکارشون کردن. چند تا زنی چچن داغستانی و همونا را برای حمایت کردنی یعنی که جنگ بیکار کرده شد. گرجدنست و ولی من نمیگم قبولی شما یگان ارزش نداره. در هم چخیل دادنش و گرفتنش با آسان‌تر ای قبولی دادن تونه. پس به همون خاطر دقت بکنید در گپاتون، یعنی که تهدید کردن، گپ زدن، حمایت کردن، این چیزا با منفعت شما نیست. من نمیته آگاهتون کرده ایستم. بعد وقتی در پرابلم زده، بعد وقتی که گفتیم همون گپا اومدن یگان جاتون قپیدن، بعد او وقت نه سگد، نه کچکد، نه خسرد، نه یگان کس دیگه تره کمک نمیتونه کرده. همون خاطر خوب دقت کنی در گپاتون، خاصتا خطاب با همون بزغلایی که یعنی که اومدن گذشتن تا قبول گرفتن، قبولی را گرفتن، بعد یعنی که وضعیتشون به همین شکله. نوشته از عذر زیاد تنقید پذیر باشیم. من تنقید پذیرم. محمد اقبال سبب مصیبت این ملت شده است و کدام سبب؟ من دعوت به آزادی دارم. ای که رحمان در مقابل ما
میقپه، هر کاری جنایت انجام میتید، پس من گناهکار نیستم. یعنی هدف تو من مبارزه باید نبرم، اوچت میبرن، خواهرت میبرن، جیانت میبرن، تجاوزشون میکنن، من بشینم که گپ نزنم. تو ناموس نداری، تو باید نامی خیتی پیتی پیتی 9 متر گپ میزنی، تو یه بیناموسی. منم رنگ تو بیناموس شم. من خداوند میپرسه روز قیامت که وقفوهم انهم مسئولون. اگر من جنایت انجام داده باشم، من در نزد الله جواب میگم، در نزد خلق هم جواب میگم. ولی وقتی که در مقابل ظلم صحبت نشود، رحمانوف میقپه ظلم میکند، همین افراد زیادی دیگری که تمام به یگان کاری مخالفان نه ارتباط دارن، نه یگان چیز، رحمانوف زندانشون داره یا در اون مخالفا گناه دارن. ای که ما صحبت کردیم، واقعیت و حقیقت گفتیم، رحمانوف برده از رزشون کرده است. این نصیحت پذیر، ما نصیحت پذیریم، ما اصلاحات خواهیم، ما اصلاح در خودمون میخواهیم، اصلاح در جامعه میخواهیم. ما همه وقت یعنی انتقاد پذیریم، ولی انتقادی سازنده. تی انتقادی سازنده که برو بگو مثلا برنامه‌ای که برده سی تو باید که نه تشکینی برنامه تا سحر برنامه تا روز یک شنبه سحر که مردم تماشا کنن. من انتقاد را قبول دارم، آواز میمونمش. اگر که مردم راضی باشن با سحر میخیزم برنامه میبرم. تو بخیر بگو نه کارا باید بکنیم ما، من اگر که ببینیم که با منفعت ملت است حتما انجامش میدیم. ولی این که یعنی که میگن کی کارا میکنه کی را میبرن، توجیکو میگن که شرحش نمیکنم، یعنی که کی کارا میکنه کی، یعنی که چی را میبرن، میگه که هم طریق کرده است رحمان و جنایت کنه، رحمان و زندان کنه. تو بخیر بگو که تو انتقاد پذیر باش. من چی انتقادی تو را پذیرم؟ من زندان کردم، من خیانت کردم، من یگان جنایت انجام دادم، رحمانوف که است، ولی زور به رحمانوف نمیرسه. تو باید من بگوی. ولی اگر سازنده باشد من همون را کرده باشم، من قبولش میکنم. ولی من نکرده باشمش، من مبارزه برده ایسم برای آزادی تو، برای آزادی زنت، برای آزادی خواهرت، برای آزادی جیانت که نقپن یگان جوشه، پس با من گناهکارم؟ نه. پس دیجا گریبان اختا بکش. و همون خاطر فتنه نکاره. فتنه اشد من القتل است، سخت‌تر از قتل است. همون خاطر در این قضیه دقت جدی بتیه. برادر 7 پلوس 70 چند بار شد میدروی، یعنی که نمیبروی بخشیشت قبول نیستی، یعنی که گپای زده است فتنه اومده است. ما به هر طرزی که خواه جامعه میپوش، من از طرز خیرامت میشناسم. هر چیزی که میگه، هر کاری که میکنه، یعنی که اگر سازنده و راست باشه، یعنی که ما قبول داریم. من کیستم که گپ حق قبول نکنم؟ من یگان نمود خیل یعنی که نیست. همین تو بگوی نمی گپ حقی تو قبولش نداری. من اگر قبولش ندارم دستامو پیشی بر میگیرم، بخشش میپرسم. نمی گپ حق بود من قبولش نکردم. من شخصی نیستم که حق پذیر نباشم، ولی دسیسه ها و فتنه های سیاسی را خوب آگاهم. به اون خاطر در این قضیه یعنی که دقت جدی بتیه. خوب برادرانی که توسط برنامه زنگ میزنید که توسط خوب این وطن، بله وطن 665، بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوبی استاد تینجی؟ لعنت کنه که هر کس که همون ذره طرفداری رحمان فایه و همین مورد دیده و دونسته تیر میزنن. بله 100%. استاد اوه که رحمان فا میگوی نمیگوی، رحمان میکشد، ایره همش دونسته بگیره. چی ده همیجا اروپا بودگی و روسیه و دیگه شنو مردم مرده سه بیچوره استخوان خورده گویا مرده. توبه که هم خدا 17 روز در بالنیسه بوده، چند روز بوده لیچینش کده نتونستن، برای پول نمیتن لیچینش کنن و گیناتسید رفته سه مردم عقل نداره. نمیخواه میکشنتون چی طرفداری کنین چی طرفداری نکنین. شما همتون همتا همی این همون روز بدورا را بولو بابولومون چند قای خدمت میکنن نمیکنن کو به همون یک پراکتیکای شما کوه ها با او پراکتیکای قیل اسب باشیدن کو تماما ولی بو خیلی جون میکنین او طرف خدا نمیشین. برای موقع
гӯихтуна бачаи дан то мухлемгӯ бигардем. устод масъалаи мавзӯъ бале ҳамин Раҳмонов ҳамин нақшҳоро дора ҳамин тобистону воқеан тари нақшҳои шу медора ин мардума эҳтиёт гуфтан дар кор ки панг кунам корора мардума дар шӯрои амният ва дар суҳбатҳои ҷудогона ба хотири як шумиха то ин ки бозам ҳукуматша давомдор куна ҳамин фикрҳоро анҷом додааст то ин ки коре анҷом бития. Масалан бо як қазияи дигарам мондагиян диде бадахшониёро киштем чӣ хел шон кардем ҳатто қатъи мухолифои тоҷик як ҷоя намешаванд ҳамита дар бадахшониёро киштем яҳ ки чӣ хел гап задагиян мо ҳамин хел бадахшониёро киштем ҳамин қадар яъне ки зиндоншон кардем любой касша киштем ҳозирам тарсидагиян ай мо нигаҳ ки маънеи гапа би анамита бо и гапа ха дига медона Раҳмонов ки гуфтагияй диде ҷаноб мо ина бадахшониёро киштем яъне любой коршон кардем зиндоншон кардем ина хапан қатъи мухолифо ҳам нестанд қатъи ягон корам намекунанд ина бо ҳамчун яъне ки мисол овардан барои пешвошуна ина митарӣ мекунем мекишем ва дига халос мардум дига ягон гап намешавад. садод безебай бале бойфренди қили асп до аму духтарои Раҳмонов набошӣ мекадар ҳазор ҳам қай мекишану чанд қай билесан аму агар бойфренди қили асп духтари Раҳмонов набошӣ фоидааш надора. Садо ҳаст устод? Садо ҳаст устод? бале садо ҳаст. ана устод ба ё дар ком минтақаи кора кардани яна ки бая гуфте ха ки гуфти гапо корҳое ки дар кӯлобу дар ғарму дар минтақаҳо анҷом додани будан ба тавассути гуфтан хати ошкор шуд вале яъне бародарое ки дар мақомоти амниятӣ ҳастанд дар шӯрои амният ҳастанд дар яъне ки вазорати корҳои дохила дар кумитаи давлати амнияти миллӣ воқеан миллатдӯстош корҳоеро анҷом додаистанд воқеан анҷом додаистанд пас яъне ки он чизе ки барои мо мерасад мо гуфтаистем пас миллатам бояд бифаҳмад ва бидонад ин ки дакиҷо мекунанд аки уша ҳамун вақти анҷом доданаш метавад фаҳмида бештар яъне ки дакиҷо мешавад маълум аст ки дигар яъне ё марказҳоро интихоб мекунанд ё ҳамун минтақаҳое ки бештар нафрат ба Раҳмонов доранд. бале баъди ин Раҳмонов агар нақша бикаша қатъи Чингизё воқеан карданаш мумкина ин манғито ё дар ақл неста ё мекунанд охи не ки ҷаи хелае ки ин мардум огоҳ шидан дар кор воқеан я даҳшатай бовар ки бечораи намёз мебини радиоизодира успед намекуни ин аёдат биромада солдат у духта мурдагӣ оли чанд қаишки расонаҳо да мо медонем унҷа ҳар рӯз мурдесана киштесана аюсе авария зада киштесаиша правора фурухтаву чи гихриёву чи дорувову сентикабо боле ҳамаи сухта намаков бо ин кора кунанд хаяка дига Раҳмонов ки нафрат бисо медора ки бад мебина ҳама бад мебина ма ҳис мекунам ама минтақада бадш мебинам ко минтақада бадш намебинам ки ура уно худшон дакиҷо мехоҳанд спектакл анҷом битиян ина бояд миллат худаш бифаҳма миллат худаш бидона ҳадафи мо аз хезиши мардумии воқеира яъне ки огоҳ вақте ки мо бошем ҳатман медонем ки он хезиши мардумии воқеӣ аст вале хезишҳои сохтае ки мехоҳанд тавассути ӯ мардума бикушанд мардума ба мусибат гирифтор кунанд яъне ки ана аз ин чизои сохта бояд ин миллат огоҳ боша ва бифаҳма ки яъне ки мехоҳанд коре анҷом битиянд ва тарси ҳамин мардума додагиянд ки хуб дигар баъзе дар Русия масалан агар мо дар рӯз 1000 масалан паём мегирифтем ҳозир масалан 200 та 250 та масалан то 250 та паёмҳои гуногун мегирем вале дар ҳоле ки ислоҳ яъне ки аз 10,000 аз 5000 яъне ки номад дар телефони мо кам набуд яъне ки ҳамон адад омадааст аз Талхакафира аз Россия вазъият вале дар кишварҳои дигар мераванд даро тамос мегиранд суҳбат мекунанд вале ин далолат бар тарси бисёр зиёди буд дар ҳолате ки WhatsApp ягон проблема надорад бародарое ки бо мессенҷер суҳбат мекунанд проблема надорад бо мессенҷер менависанд хосатан дар чизи ман
در اصلاح می نویسن یگان مشکل وجود ندارد، در تلگرام می نویسن یگان مشکل وجود ندارد. اینا همش چی هستند؟ یعنی وضعیت یا اینکه اول با حله یاد گرفتگیان، یعنی که در تلگرام می نویسن ما بچه‌ها جمع شدگیم دمو سلاح در کره، که گویا فکر میکنن که خیلی گپای خوب گفته هستند. ما نه سلاح داریم و نه در فکری تری کاری که ایو فکر دارن که میخوان به یگان چیز اتهام میکنن که ما ایتری پروژه را بر وقت گذاشتگیم، این کارا را به یگان آدم احمق بکنن میشوه، یعنی که حیله میکنن لوبول خیلی ای پدول امنیت شده، یعنی که گویا اکاکی یگان کار کردنیه. اینا میای وظیفه، یعنی که میخوان یگان کاری انجام بدین تا اینکه نمیشه امر برابر هستن مردم. همین نقشه که رحمانوف کشیده سه قطعیمو من کورتو استاد نمیشه هم چقدر اپراتسیا خمونم سر شوه در برابر او چیزا همش انشاءالله که خدا خواسته الله خودش میدونه و وقت ساعتش که رسید ما میتونیم بگیم که کاری انجام داده میتونیم، ولی تا وقت ساعتی مناسب برای اون رسیدن بچه‌ها اومدن، بچه‌ها در داخل هستن، یعنی که در همه یعنی که قواهای قدرتی هستن، هیچ مشکلی وجود ندارد. انشاءالله که وقت ساعتش رسید حتما یعنی که کار انجام می شود. شما هیچ وقت یعنی فکر نکنید که ما خوابیم یا کار نداریم، ما هم کارمون انجام دادیم. یعنی ما در فکری هیچ چیزی اولش خدا دوملا ما باور دارم، ما دای تکیه دارم، ما با این انشالله ایمان دارم که چپه می شود. محمود مثال چخل بگم اگر چپه هم نشوه کو کپش سختگی ایوخه این هم رنگ سگ عذاب اینم تا روز خوبا نمیبینه، نه خودش نه همون رتبه بلوش رنگ نمیه تق میشود تمام همش تلخکف ریخ چیخ و هم خون و هم مردمی عادی بیچاره که سواد نداره ترسوندگی هم. ما هم سواد نداریم یکی نمیترسم وپشه پر بوشن نمیکنم. مردم باید نمیخیل بوشن استاد کمیل هم باید نترسن. از چی میترسه؟ پگانایی که امو غلومن و بو مردم غلوم کدیان وپشه باید چی نشه. اگر نمو هر منطقه ایده که هزار تایی شوه کن خیزه بس اینه که من باور دارم هر یه منطقه دوملو هزار تایی زیادتایی را خودت خشوم میدونی نمی یه میگوی که تمام تپر تپر نه که با اون دو وقت سوال در کره وقتی که کروش انجام داده هستن کرو را به هر شکلی یعنی که معلوم است که به کدام شکل هیچ چیزی نشه. او کرو را در این برنامه ما نمیگیم که چی گپاس او کروی هستن که غیری یعنی که در میدان نگفتم در برنامه هیچ گفتن در کرنز ما سروستیما نیستیم یگو میدان جای سروستیمگیش نیسته این برنامه در جای اوش نیسته حتی نمیو کم نشوه. ما دیگه چی میگیم نه که کارمون تماما دیگه چیه زیرکی سیاست وابشه ای دست نروه. او یکی ترسیدین توکلتون به خدا، او یکی طرف رحمانوف گرفتین توکلتون به خدا. انشالله ما کم هم باشیم یکی با همین ملت با مردم انشالله آسانی میاریم. زنده و سلامت باشی استاد. خدا کنه که مردم بفهمه. سلامت باشی برادر. بارک الله. خب بله قبل از اینکه برادر محمد تقایف صحبت کند در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید 255 لایک و 33 نفر امروز به شبکه اصلاح پادپیساسیا کردند و در پادپیساسیا کردن به شبکه اصلاح هم کوتاهی نکنید. در تلگرام اصلاح ابونه شوید و وضعیت و حالت هایی که می شود انشاءالله که توسط تلگرام همیشه آگاه میشید. ما تلگرام مخصوص چیزایی که مربوط به اصلاح هست، مخصوص اون چیزی که مربوط به مسائلی که مربوط به داخل کشور است انشاءالله که همیشه در این قضیه ها ما صحبت های خودمون انجام میدیم. در نظر سنجی اشتراک کنید. در نظر سنجی اشتراک کردن 328 نفر و 66 نفر آیا سرکوب میتواند رحمانوف را نجات دهد؟ نه، تنها سقوطش را نزدیک میکند. بله موقتا نگاه میدارد، یعنی کم ترک نگاهش میدارد. در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید تا اینکه مردم عدد بیشتری هموطنان ما و شما بیشتر یعنی که آگاه شوند. بله سلام علیکم. بله برادر محمد. علیکم سلام. چه شما کو؟ سلامتی نظم. سلامت باشید.
خواندیم با نشرم کردیم این نوع برنامه تنا اینا بگو. این درباره یک تیرش که من 3 ماه پیش گفته بودم. اگه افسری بهترینی یعنی تاجیک این کار انجام دهد، حتی من در اون نوارم گفتم که با اوتو اولاد واردی بیش می شود. همینه 10 میلیون تاجیک رها می شود، 8.5 9 میلیون تاجیک رها می شود. خیلی 1 میلیونش دروغو ما همین 9 میلیون با دکه دادیم از یکو. این مردم همه آزاد می شود. یک کلمگی هم دعا کنم میدونه این کلم 9.5 10 میلیون دعا می رسد اون برادر با. اینا ما 3 ماه پیش فکرش کرده بودیم. اکنون شما خودتان یک فکر کنید، هر روز یک عسکر و افسر کشتوسان. سبحان الله قدری تاجیک کو نمیدونم چی گویم. اکنون مردم خفه کردنی نیستم و هر روز یک آدم میکشن، هیچ کس، همه خاموش، همه سبحان الله یگان چی نمیگوین. اونها انسان هستن یا حیوان هستن؟ آدمایی که میکشن این مغول و منقط ها. یک پرسگ از بین برن هیچ گم نه به نام الله. هزاران میلیون ها تاجیک خرسند میشود، دعا میکند. حتی اگر جنایتکار باشد همون برادری که همین کار انجام میدهد، باور کنید واردی بیش میشود. اینو از حد گذراندن نکن. اینا با خلاص شدن در کار دیگر خلاص شدن در کار. خیلی زایل همون یک تاجیکه که به هودا زدن کشتند و گفتن که 4 ایتر به خودش پرت افت. میگم رحمانوف همون دام رستم رستکارگی به برامده است، خودش پرت افت است. تمام همه قدر گرم میگه الله لعنت شون کنه. ما امید داریم که جوان مردو هستن بین این ظالمای پلید ها با خودشون اندیشه کنن. حال این مردم ببینید سبحان الله. این مردم حالش حال سگای با امروز موبیلیزاسیون اعلام کرده شوهری بینیکاش خیلی وضعیت توجیکا بد میشه به خدا کو. فهمیدید به پول میبرن. این دفعه زده کندوق اتوماتیکی پیش کردن برن، نه که فایده نداره، شکستش نزدیک است. همون نفتوی اساسش از بین رفت، همون نفتو این ارتشش رو یعنی پیش میبرد. پول که نشود خودی ارتش طرفی اون بدبختی 1.5 متر میگرده. این روزا نزدیک است. ملت تاجیک باید هوشیار باشند که باید هر مادر و خواهری که در تاجیکستان زندگی میکنن شوهراشون در روسیه هست باید دعوت کنن به وطن برگردن. انشالله رحمان ما دل ما گواهی داده ایستاده است که پیروزی نزدیک است. این مردم حتما آزاد میشوند. دیگر این خیلی زندگی کردن گناه است. این مردم نان دهنشان هم در تاجیکستان گرفتن، هم از تاکسی راندن مانندن. نمیدونم اینو از کدام قبرستان پیدا شده این ملت اینقدر ظلم و ستم کردن. این خودش از زبانش شنیده بودیم که من به خون آمدم به خون میروم گفته بود. در این باره یک شعر میخونیم، به خدا حافظ میکنیم، برادرها در آن صحبت کنم. محمد رحمانوف گفته بودن که من به خون آمدم به خون میروم. با ما ایجاد کردیم که من به خون آمدم به خون میروم، نزد الله لال و گون میروم. اهل و اولاد من گدازادن، از پس نفس سرنگون میروم. آه بسر جبر و ظلم کنون میروم، عاقبت واژگون زیدون میروم. غارت و قتل من نشد توشه، 100 دریغ من زی اشک خون میروم. 100 دریغ من زی اشک خون میروم. همون قهرمان ملت، همون شیرمرد ملت، همون امنیتی ملت اگر یک تیر در پیشانه همین زند کو، این رحمانوف باور کنید از پس نفس سرنگون می رود. بس از سبحان الله اینا صبر کردن. دلتان برای مردم برادر محمد یعنی که نبیره واقعی رودکی است. واقعا خداوند مثال ما هم می نویسیم، یعنی قلم داره می نویسیم، ولی الله سبحانه و تعالی یک تینتی شعر نویسی و یک تینتی یعنی که جاذبه که در یعنی که شعر است و بیان میکند، این از اعماق قلب انسان میبراید. یک بار دیگه شعر بخونده کیف کنیم. واقعا خیلی زور برای رحمانوف گفته، واقعا بهترین. من
انشالله میخوانم یک بار دیگه. من به خون آمدم به خون میروم، نزد الله لال و گون میروم. یعنی یک ترکی زد وای تمام لال و گون میرود نزد الله. اهل و اولاد من گدازادند، از پس نفس سرنگون میروم. به خاطر نفسش میرود. بله آه بسد جبر و ظلم کنون میروم. همون تیری دایدوی که آمده که زد، آه بسد جبر و ظلم کنون میروم. عاقبت واژگون زیدون میروم. یعنی این دنیا با من میروم، واژگون میشوم. غارت و قتل من نشد توشه، آنقدر قتل 600,000 گفتید می؟ تاکی 600,000 آدم مرده کشتگی عربانو. غارت و قتل من نشد توشه، آنقدر پلای دوزیدگی، آنقدر قتل ها توشه آخرت نمی شود. 100%. غارت و قتل من نشد توشه، 100 دریغ من زی اشک خون میروم. بدن آغشته خون. حالا باوری دارم بدنش به خونم نه ابراهیم پدن لالد. خون این شق شده که این اونقدر آدم قتل کرده که اونقدر جوانان مردن. سبحان الله. یگان کسی نه ابراهیم نه تسلیت میکند، نه همدردی میکند، نه اندوهگی میشود. سگی پوتین مرد همون شب دست روش نشته مراد میزن از بغلش به خوابای مراد. همون سال 2004 بود 5 بود فهمیدیم. یک شب اویلو که مراد $4,000 بوده است. حتی تا طهارت های رحمان رو میکرده است همون مراد. دیگه خیل مراد دیگه خیل یعنی که در اومد داره. اون مراد اویلک پویلک هم نداره. اون مراد دولت در دستشونه اونو دیگه. نه آخران شدن آخران. همون هم یک گدای تپوش کپوش بودن آخری. فهمیده؟ اکنون مردم ظلم کردن، باغ و راغ گرفتن، تمام زمین های مردم غصب کردن گرفتن. اکنون بای شدن. یکی اونا کو شب و روزاشون اکا باور کنید ترس و هراس های باور کنید. همین لقمه حرام که خوردی خدا در همون دلت به یک سیاهی پیدا می شود، تلخکف می شوی. اینا شب و روز خواب ندارن، فقط با زبان شیرین تاجیک رو استفاده برداشتن. با یک ویدیو شدیدم غمنیتیاش فرمان داده است نروزن بیلا که این مردم را به راه راست هدایت فرمایید. استغفرالله استغفرالله. راه راست چیه؟ در نورک رفته است مردم میگه در روی مسجد شتگیم گفتن که سویت کشتن، میگه نگه داریم ونتیلاتور در بالا سرمون کار دارن. میگه اومدن گفتن که با میکروفون گپ نزنه، با میکروفون اذان نگی. میگه گفته است برای چی؟ برای اینکه پیشوای ملت در همین نورک یک صدای مسجد صدای اذان مبادا ببرویه پیشوای ملت ناراحت شوه از صدای اذان و از صدای گپ میزنی. اینا پیشواتون انا اینا پیشواتون میگه شما اینا دوست داشتن تون با کدام عقل است نمیدونم. بله با همه خیلی چاپلوساش خویده ماندگی هم که زبان هم بدبخت که نوشرمه در سوره نیسا نوشتگی است که کسی اگر یک انسان را خونش را بیگناه ریزاند وای را الله نمیبخشد میگه، وای خداوند نمیبخشد میگه. و الله یگان بار از زبانش اینو شنیدیم و خداوند وای نمیبخشد میگه. خدا زده 600,000 تاجیک کشتی تو خونی آنها رو و این که کشته است از ادامه دارد. ایناش حساب نیستن. فقط تا سال همین 2001 حسابی که بودگی همین قدر است. یعنی این گفتی که این بسیار پلیده. این لعنتی بسیار پلیده است. خدا لعنتش کند. در آخر وقت بسیار گفتیم اکا یک شعری کوتاه دیگر درباره اینم نفسش هست. میگویم با مردم ما برون صحبت کنن ترس بس هموطنان عزیز. من مادری عزیزم را آنچنان باور کنم مادرم من دوست می داشتن که از بین 11 فرزند هیچ کس اون خیلی یگان فرزندشون رو خیلی دوست نمی داشتن. منم به نهایت مادرم رو دوست می داشتم اکا. من مادرم رو قربان کردم در این یاد. هموطنان عزیز بیدار شویدان. الله رحمت کنه مادر. همه دنیا نصیب تو بگردد. امام علی شریفویش همه دنیا نصیب تو بگردد. بدون ناصرمو مثل گدایی برای یک صغیر نان ندادی، با قوم اژدهایت جان فدایی. رنتت روز کفن پیچت نمایند، با گور به ثروت و مالت درایی.
دریغ عمر رفت بیهوده برباد، نه ظلمت سود کرد نه بویگرایی. بدان بعدی سرت مردم برقصند، به هر یک خاندان توی و خدایی. امروز با کودکای در دستاشون گرفته سو کدام خدازده استورات گرفته است که انا غمخور ملت کودکچای مایده دست یک دخترچه گرفته در دست یک دخترچه راه رفته است. رحمانوف این کاراتون نمیگذارد. رحمانوف اگر از مهنت حلالش یک صغیر و یک بردن نام داده باشد توف دارد محمد تقایف گوید. تمام پول و مالی و دزدگی حرام است و پول مردم است. پشت فلان مردم این کتگی میکنه و صغیرها به یک بردن نان و یک پشکه کندی پوسیدگی میبرن میتد. مهنتش به رحمانوف یگان کس و یگان بردن نان نداده است. اینا فراموش نکنیدان هموطنان عزیز. همین بود برادرها صحبت کنیدان نترسیدان. والله بالله تعالی پشیمون میشویدان بعد این دنیای ترک کردیدان. این که ظلم و ستم دیده خاموشین نترسین. همین یک روز آمده یک روز میروی. از یک ظالمی که بر ضد الله ما، بر ضد رسول الله ما، بر ضد مادر و خواهر ما، بر ضد دین ما برآمده است. نه ما ترسیم، نه ما الله که آنقدر ناز و نعمت برای ما داده است، آنقدر فرزندای خوشروی و زیبای و زنی زیبای و پدر و مادری خوشروی داده است. ما از وی نترسیم و سبحان الله از یک خر تجاوز کن ترسیم. نعوذ بالله. بیدار شویدان. سبحان الله شما چه مرده. السلام علیکم. علیکم السلام. سلامت باشه برادر محمد تقویف. الله مادر تا رحمت کنه و خداوند خودت فرزند صالح باشی و در حق مادر دعا کنی و الله تمام مادرای گذشته و پدرایی که از دست ظلم این رحمانوف گذشتن خداوند رحمت حقشان نموده باشه و خداوند این کثیفی پلید رحمانوف در بدترین جایگاه جهنم قرار بتیه و الله هرگز این پلیده از آتش جهنم نجات نتی. مبارز. بله مبارز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. میگیم گپ میزنیم بعد میگن که خائن وطن فروش، نمیدونم به وطن، غریب از وطن، به صاحب بگیره فرزند همه برن با پرچم و با دبدبه مجبورش میکنه که استغونه بخه. تو این عدالت، تو این بخیزه تا گپ بزنی که این یک کست بخیزه او شب خچ آورده است مجبور از دریای کفرنیهان سر زیر کرده است. به مادرش گفت مادر استخوان خوردم. گریه این مادری همو خداوند همو آه مادری همو شما را بگیره که پروردگار ای فرزندا تو بینی. پروردگار استغونه فرزندای شما را با شوها بخرن. پروردگار فرزما دعا میکنه پروردگار ده همین بگای فردا جمعه اگر چهارشنبه هم باشه پروردگار دعا میکنیم که فرزندا تو لقمه با شوها و جوندارا شوند. پروردگار نمیخره که همین فرزندی همین را استخوان مجبور که خورده است خچ آورد از دریا سر و زیر کرد. با خدا داملا قرتخم در میکنه گریه میکنه نمیشوه. ملت در چی روز آوردی؟ مفتی میره در قسم حربی برآمد بکنی پدر نعلت نیستی بر پدر سوختگی تو هم نعلت بر همو صدقه همو دین اسلامت کنه. تو چون نمیگوی در همونجا پدر نعلت که یک دیگر را سرکوب نکنی؟ کو عدالت، کو او قماندان ها، کو او گنرال هایی که یا تحت نظارت او هستند چوا یو را نظر نمیکنند، چوا یو را کنترل نمیکنند؟ چوا جناب رحمانوف میگیم خیلی نمیگیم که این کلغه و به عقل گاود نمیگیم ای حوزی. جناب رحمانوف برای چی خودت گپ نمیزنی؟ برای چی خودت گپ نمیزنی؟ همین کار برای چی خودت مخصوص نمیخزی؟ بگوی همین روشید بگو بخیز بگو که رسانه‌ایش که بگو همو چاس همش بگی همو قسم حربی همش بیاره در نظم قطار کنه. بگی بیار شو با کوخی سفیده با کوخی که برای قبرت کرده در قبرت بگم بعد میبخشید املا در قبرت برینم بعد نمودی. بگی بیار شو با همو جرا چون نمیتونی مهدی کبیری را سید فخانه خالی کردن میتونی. فرزندا 24 تا 42 تا فرزند زید سید در کوچه در اسگاه ها خواب کردن میتونی. تو پدنالت نمیتونی که همو چاس همو واین همو قسم حربی را بگیری بیاری. آه همو مادر بگیره تو. انا می کدمایی که از همین رژیم طرفداری میکنه پروردگار رو با دعا میکنم فرزندات لقمه لوشه شوند. انا استغونای فرزندای شما لوشه ها بخرند.
بر پدرتون نعلت به همین دولت داری تو، بر پدرتون نعلت به همین سیاست داری تو، بر پدرتون نعلت به همین حربی داری تو، بر پدرتون نعلت به همین جوان تربیتی و جوان پروری تو، بر پدرتون با نعلت. نخو که به این درجه که فرزندای مردم بر علت کنه که بیرخش داملو فکر که یک آدم میخش از دریا از بالای کوپرک پایون میکنه. یه بار فکر که خیلی زورت میویا که این کار کنی داملو جون چقدر شیرینه. یک کس بگیره یک سوزن دانو که دتاگی همین استخونت پیش کیا بر دتاگی نخونت پش میتند میخیزه، پش میتند میخیزه. مردم ما در اینجا میخیزیم، ما خود ما دشمن میکنیم با شما، ما دشمن شما نیستیم، ما نمون نفرایی هستیم که والله بلا قسم از جانات به شما نزدیک برابریم. ما گپ حق میگیم، ما همون چیزی کمبودی است همون را ما میگیم، ما میگیم خواهیم که همون درون اصلاح شود، یک اصلاح نمیشود، اصلاح نیست، اصلاح نیست. هر سال اوش بودند عدل کشتند، اوش خشد تای چرخ موتور پرتوف، اوش تروریست گفتند، اوش ایتا گفتند. شما میدونید که هر سال ملت ما را دارن تجاوز دارن، از همه لحاظ دارن تجاوز دارن. خیلی خواب میکنیم همه مهری دهن میبنده میگیم چی گپ نشه، خیلی یک سردت بعد از استقو خورد هیچی خشب بود پرتوف همین تا بگیم خاموشی را ما پیشه کنیم. این جوان مردی ما های اینا باید ما گپ نزنم در هر افریدم لا یا که دیگه نفر نخیزه، ما 4-5 نفریم که همینجا میدونیم که میبریم گپ بزنیم. بخیزه همه تو گپ زنه برادر، بخیزه در کنار ما بیسته، بخیزه در کنار ما صدا کنی. صدای ما اگر 10 صدا 100 صدا یک جا شد شما میدونید که ما ستم به حکومت رحمانوف میجرا زونیم. والله قسم رحمانوف در بدر خونه میره بخشش معذرت خواهی میکنه. انا می خاموشی ما های که میبرن فرزندا را میکشن، اینا می تجاوز منه. خب که افغانستان نگاه که واقعا پدرنعلت افغانستان چه خیلی باشه نباشه مردمش حق سخن داره، گپ میزنن. همین میگم داملا یا باریگه خداوند با دوام میکنه پروردگار فرزنداشو لقمه لوشوا و لقمه امو گرگ گشنه که شوا. حتما عزیز ما را خداوند دعا کنه که نکشش، ای الله رحمان و فنکشد تا اینکه خوری دختر و بچه و فرزند نبرش ببینه. ای الله همه وقت دعا کنه که خداوند رحمان فقط عزیز ما نکشه تا همون خوری و ذلت همون عذاب کشی نبره و فرزنده و دختر و داماده و یعنی که همون چیزای اولاد شب ببینه تا اینکه دل این مردم گرد شود و یشفی صدور. هر کی در این رژیم در این کشتارا در این قتلا دست داره اوارن ما دعا میکنیم خداوند این روزا را بینن. خداوند ما را غریب و مسافر کردن از وطن به وطن، پروردگار از وطن به وطن شو کنه. انا روزی سختی که ما دیدیم در همه غریبی ها بینن همیرا ما همه چیز ای دست دادیم، خداوند بونی ما ای دست دادیم، فرزندان ما ای دست دادیم، فامیلیون ما ای دست دادیم، همه که زندگی ما ای دست دادیم. پروردگار انا میتره که ما شدیم به پروردگار دعا میکنه انا میتشود. آمین. سلامت باشی برادر گرامی. بارک الله. نه بارک الله. واقعا مردم در حالت وزمین قرار دارن، به همون خاطر هر چیزی که میگن یعنی اینها از یعنی اعماق قلب میبراین. اینا یک چیزی نیستن که همین خیلی یعنی که براین یکم خیلی شو باشه یا گپ زنن. این مردم از همون اعماق قلبشون نفرتشون به یک دولتشون به یک نفره که دولت این ملت مردم اداره داره بیان کرده استن. هیچ کس وطن خانه و زادگاهش رو نمیبینه، اما برای وطن و زادگاهش مبارزه میبره. و همون خاطر یعنی که یگانه چیزی که باید ما و شما بکنیم اتحاد در کلمه است به خاطر سرنگونی همین رژیم. همین کار باید ما انجام دهیم. برادر محمد یوسف ایسر داخل ششون که یک شکل در اومده اجازت بتی باید که هیچ کس یعنی که عکسیت نمیبره، یعنی شما نمیتیم عکسیت را همون اجازت بتی که اجازت همه چیز اجازت نه، یعنی که ویدیو و کامera اجازت یعنی که همون میکروفون بعد از اون کامera تا کشتگی هم تابمون میکروفون تا گیرون که گپ زدن پرابلم نیست. ولی حوزه درآمده اخداد گپ زدن نمیتونیم. محمد یوسف ایسر بدرو یا اینکه اگر نبرورمد نمیتونه درآمدی اجازت بتی. خوب واقعا این مردم درد داره و درد این مردم دهشت است و دهشت باید که حتما به گوش مقامدار یعنی که کثیف رحمانوف رسانده شود. واقعا
به قتل به کشتار به زندانی کردن مخالفات رحمان افته نمیتونی که قدرت ادامه بدی. یعنی با آن چیزی که سبب خاموش کردن بعضی از افراد گپ میزدگی فکر داری که تو من کار انجام میتیم و حکومت من طولانی تر میشوه. الله این فکرت غلط است. قبل است بسیاری آدم ها این کار کردن که نتونستن. قبل است حاکمای زیادی دیگری در کشورهای گوناگون دنیا کردن نتونستن. پرزیدنت مالی ربی گرفته است پیشی یا اسد میروه یا اینکه امارات میروه. میرو همش دلیلای چیان؟ دلیلای زنده و آشکار هستند که یعنی که سبب فکر کردن است. سبب فکر کردن است و این سبب فکر کردن باید کاملا قضیه را یعنی که بفهمی. سلام علیکم. بله بله واتساپ بدرگاری واتساپ. و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله بله برادر گبزه ولی فعلا ریگری دیگه زنگ نزه به ای چون یعنی که ده هر دش زنگ زده سه نمیشه. من نمیدونم. بله سلام علیکم. سلامت باشی برادر. این لعنتی و حکومت ملی کسی طرفدارای چوب کنی که پدونوی چوب است اگه هم ایورا نام برده مردم ها سرزنش کردن دو داد در حقیقت و مردوی موید کشتن زندانی کردن با هر دو منطقه به منطقه افغانستان تشریع این لعنتی تشریع اون کوره کردگی این اول از چی فرقه از منطقه به منطقه جدو کردنی وقتی که بسر دولت اومد منطقه به منطقه جدو کرد ازبک گفت کرگیز گفت ازبک گفت حالا گفت گوجی گفت همه جدو کرد ریگری گفت بدخشانی زرافشانی جدو کرد همه بیان دیگر اندو همه جدو کرد گفت لعنتی بی خودش کو لعنتی خلقه گفت بانون که میلت توجه در جهان چکر کرد ارمانده رسمون کس قوتی لعنت این لعنتی دشمنی همون نسل خودش خلقه چقدر لعنتی هم نسل خودش نبود که هم آوید هم سرای رسمده که دوتا توجی بود اکنون این سکوت دو ملت سرزنش که سکوت دارن لعنتی کرد لیکن اکنون با حرکت اینها را ایران کردن لیکن مثال اکنون با میخواهد که مردم با بخشت بیاره این کاری که کردنی هست همون کسی که کشش مدرسد اینو باید شکل درصد گرانتی نیست باید شکل از شما اینفارماسیون میگیرن من یعنی شما چی میگین اینو گاندل ملی مطبوعه یعنی با این چی میگه با اینو فکر گذاری میکنم باید چون یکی من چی گفتنیم این لعنتی با این فیلمی که تعریف که اگر که خواهی به مثل ایران کنن درصد این لعنتش کنن این لعنتی ملی چکوره چی میمد با کم کشتن باید اون نوعیت همون مخالف باینی دیگر جمع گفتن آدم تشکیل کردن چیه همون کدومت جمع نشه سکول باینی دیگر چیه ولی شکلگیش شما لعنتی رو میمرین حرام میمرین نرین چیکوری میکنی نمیکنی عملی سرنگونی شدنی تو ایشالا با هم بیخدو نزدیک است لعنتی و همون مقام دروی سک باز هم سک لعنتی و باز هم شما سک تو حرام زوده ها گوشت نمیدن ایشالا پیروزی در دست این مردم است ایشالا شما کسانی که کشتار کرده کنیم طرفداری از امامعلی کردین سگی و خودور امامعلی لعنتی هست که پدونوی که سرگین چوکسیت پدالانه کنید اما تون کنکریت نیست درصد جواب پویندو پیشی ملت من امیدوار هستم از علوی تو ایشالا شما
جواب میگین، چونکه شما بسیار دست دارین، شما از همون اخوی خون زد نیست خون میترسن، چونکه شما وقت بسیار ظلم کردین، طرفداری از این ملی کردین، اکنون میخواهیم تا آخر طرفداری از این که نیک اگر بچه شویم این حکومت شوم نمیکنه رنگ دیگر دولت دیگر یک دعوایو بستن بچهش یک دعوایو بستن ایشالا شکست میخوره. ایشالا شما همتون جواب میدین. این روزها خیلی و خیلی نزدیک است. من امیدوار هستم از الله خوب، من امیدوار هستم ایشالا این کار شدنی هست. این کار شدنی هست. این شیلای نیرنگ ترستی که کسی دیگر دولتی که کردم که او چشم کشمو با کار نمیرن. موضوع خیلی در درون یک دیگر میگن دست شدن ایران ایشالا. این خیلی و خیلی نزدیک است. باید همون اگونه که طرفداری میکنن همشون جواب میگن. اینجا یک گپ موندن. اما کسانی که در شما میگن مثال با طریق کدام راهوی که مثال ظلم میبینن، مثال کسانی که مهاجر دارن دیگر دولت‌ها دارن، اون کسانی که اویلوشون سیونت میکنن داخل سیروی که هست که کنون میدارن اویلوشون زناشون سیونت میکنن، شوشون در دولت های زناشون سیونت میکنن. آیا دیگر دیگه خیلی لعنتیه نکشون برادر همش 100% دویم. هنمی کارو اگر شبه 100% نبرات حکومت امومالی یکون سیره نکشون از این بند نبرات حکومت امومالی لعنتیست بوم میره و حکومت امومالی اون یه همه چه 100% دویم. فقط همون چند نوع همون کسانی که در امنیت کار میکنن در حقیقت طرفدار شما هستن که توی چوک بیان میگن غایو یکون چی نبودن غایو یکون چی نشود. کسانی که قرار میگیرن از اویلشون که حرامگردی میکنن روشون در دیگر دولت‌های غایو یا مو مفهوم و دروغی که میکردن بسیار ممثل بد میکنن نام و نام همه ریحت خوب میشود. در اینجا چندین گپایی که گذشت که من میخواستم فهمونم فدراسیون کنم فراموش کردم برادر آدم تبدیل میشود. انشاءالله من امیدوار هستم که این لعنتی سرنگون میشود و این تک که این حکومت ملی میخواهد که با این هر راهی انسان مردم با یک شکل اصلا دیگر این مردم بزرگ شده هستند. انشاءالله دیگر این مردم یعنی امومالی لعنتی مردم بزرگ شده زیرکیست که از این امومالی مکبره که 500 سال دور از این آموزین از این یوتی مویم رنگ یعنی زیرکیست که آموزین این در این مکبرادی که طریقه با حکومتی که اما احمقا اما قدر بساوده نمونده در اوجا اینو سری یک دیگر شما میکنم. دیگه بود چی گفت بودد منشا و برا خدا خواه همه گپا گفتی انشالله همه گپا گفتی. الله حفظت کنه. دکتی ایلوان نزدیکه اما مقام درود من همون شعر استگی ایجاد اون امنیتی ها مد شده همه تون سرجم شده. امام علی مکاره رو دستانش رو بند زنین برین سوی زندان دیگوی دوای دون در 33 سری سال او مردم رو کردی دستان یک ذره و خود آر کنیم یک ذره و خود آر کنیم ناموستان رو بیدار کنیم ملتی مظلومان رو از این بدخواه از این احریمان آزاد کنیم. یک ذره و خود آر کنیم ناموستان رو بیدار کنیم مادران مظلومم رو از این بدخواه آزاد. دشمن دین اسلام است این لعنتی تدبیر مادران است و علا جنگ میکند. سلامت باشه برادر. بارک الله. خوب همون عکسی من که سیمیکا نیوزی فردا انشالله که برنامه فردا انشالله که سیمیکا نیوز بیننده عزیز گرامی خدا خواه فردا برنامه سیمیکا نیوز چون فردا 30 است و برنامه سیمیکا نیوز هم انشالله که آماده شد و خدا خواهد فردا ساعت 9 یا 10 اروپا میگذاریمش تا اینکه خوب مقرری هر چیزی که ما میکنیم این همین برنامه سیمیکا نیوزی فردا است. سیمیکا نیوز علم هم مالکیت شد از فرزانه تا مرمری. سیمیکا نیوز 28. خب دیگر این سیمیکا نیوزی 28 است که انشاءالله که فردا
تقدیمتون می شود و امیدواریم که انشاءالله در این برنامه که تقدیم شما می گردد معلومات های خیلی خوبی را خدا خواهد در این برنامه انشاءالله که خواهید دید. خب بله 7+70. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم. بله برادر 7+70. صدای من نمیشنویده باشه برادر. 7+70. 7+70. خب تدعو میکنم که صدا میشنوه من نمیشنوه. بله سلام علیکم. خر به خدا خواستم که پوستاش میریختن خره تو رحمانو پوست دای پوستی خرن دوازمین دای رحمانو. بله تو رحمانو والله قسم ایکو نمی خوک در فکری ملت مردم نیستی تو رحمانو. برادر محمد اقبال یا برادر حین مکتبیاش گفت زد که گفت که بوز بالا بدم گفت یا مایده گفت میزدم گفت هر روز های مکتب گفت ایمو شتا میخوردم گفت که یه روز هم زوری اومد که یک تاش زدم گفت پاری انمی استوریا که انمی یا سمیای مایده توجیکستان کلون اکو ترسون که اگر بخدا قسم ای باید ای مردم یک ساعت بخیزیم که یارنگ توفق ورده هوانیو یک ساعت اگر سیقدم بخیزیم والله قسم یو ده هوانیو. ای رحمانوف نمو فیرمای دماداش بچه هاشن کو نمو قدر قیمتی نمو گاوای کو ای مردم بیهو بالا میدونه شبم سوی داره گاواش روزم سوی داره. 100%. برادر محمد اقبال. بله یگان شک نیست. زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشید. نه الله حفظت کنه. بارک الله برادر. خب بله بیننده عزیز و گرامی امیدوارم که انشاءالله در قضیه هایی که ما و شما با هم یک جا هستیم در بسیاری از مسائل با هم انشاءالله که کارهامون انجام میتیم و در انجام مسئولیت های مهمی که برای این ملت وطن باید انجام بدیم باید دقت جدی بدیم. در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید برادرانی که یعنی که فعلا برنامه را دیده است. در نظرسنجی 390 نفر اشتراک کردند و 66% آوازدهندگان یعنی که اگر سرکوب کنه رحمانوف خچه نجات میتیه نوشته است نه تنها سخودش نزدیک میکنه. ولی واقعا هم یعنی که نظر مردم در قضیه هایی که مربوط به وطن است چون شهروند این کشورن یعنی اهمیت جدی داره. چرا؟ چون شهروند این کشور برای وطنش گپ میزند و گپ زدن شهروند برای وطنش چلی که یک عائله برای داخل عائله خودش صحبت میکنه. شهروند این کشور با مانند یک عائله است که گپ زدنش برای وطنش یعنی معنا داره و همون خاطر باید این ملت این مردم در قضیه ها بهتر و خوبتر بدونه. خب اکم محمد اقبال خواهش روی یک مسئله گفتنی بودم. آگاه هستی یا نه همین رئیسه ناحیه رشت و مردم اجازت نمیدید که یگان آبادی کنن 3 سال میشه و یگان ساختمان کنن میگه همتون میکوچونه. خب نویسید این مسئله. برنامه لیدی فرام غرم 5 آماده است. امیدوارم که انشاءالله من مطلب خدا خواهد نشر میکنم به همین قریبی و خدا خواهد ممکن است که در ماه می یعنی که لیدی فرام غرم بعضی از کارهای انجام دادگی است در گوشتین در اینها به اصلاح رسید. انشاءالله لیدی فرام غرم 5 نشر می شود با یک خیلی واقعا هم خیلی برنامه جالب لیدی فرام غرم یعنی جنایت های ظلم و چه خیلی مردم شکنجه میکنن
در غرب میفهمیم انشاءالله. و برنامه دیگری که در مورد غرب برای اون میرسد ما نشر داریم و شما هم کوشش کنید نویسید. در اینجا گفتن شما معنی ندارد. برای چی معنی ندارد؟ در اینجا همین یک بار عادی میگیم میگذاریم، ولی اگر برنامه مخصوص که باشد اون مردم دیگه همیشه با فکت دلیل تماشا میکنن. پس برادر غربی نویسید. هر چیزی که میبینید از لیدی فروم غرب، از ایدیزاده نویسید. نگه که این اکش رئیس پارلمان ای، دودر دیگرش رئیس نلاگ ای، دیگرش رئیس گورسویت ای. یعنی طریق گپا فکر نکنید. تنها و تنها کریشش مثلا آزاده یا اینکه کریشش فلانی ای نه، مهم نیست. برای ما هر جنایتی که انجام دادگی نویسید. در این مسئله خودت که هم قمیدونی نوشته بنویسه، میره پر را قضیه را کامل کرده بنویس تا اینکه ما نشرش کنیم. هم خاطر در این قضیه یعنی کوتاهی نکنید. شما خودتونم مسئولیت ایمانی دارید تا اینکه انجامی اما اون چیزی که میبینید نویسید. پس ختم یعنی وظیفت های برای نوشتن. نمتیج سمونده که دی گی اچ گی اچ گی اچ گی اچ خیلی معلومه که کدام برادر غربی نویسید تا اینکه هر چیزی که میتونید نوشته معلوماتی که دارید برای ما نویسید. هیچ مشکلی وجود ندارد. تو در مولد سلیمان قیومزاده بچه های واسه چیزی میدونید نویسید. یک برنامه مفصل آماده داریم درباره قاتل عمر علی قواتوف چی وظیفه گرفت، چه خیلی آزادش کردن. هر چیزی که میدیدید نوشت یعنی که بنویسید تا اینکه برنامه را تکمیل تر کنیم و تقدیم تون کنیم. به همون خاطر خاموش ششتن ما و شما فایده نداره. پس چیزی که میبینید معلومات رو نویسید. در مورد سیمی که برنامه 29 هر چیزی که میبینید دارید نویسید از آیله تا اینکه در مورد آیله معلومات ها بیشتر پیدا شود اونا را انشاءالله که تقدیم ملت مردم کنیم. خب همین است دیگر قضیه هایی که ما و شما میبینیم و دیدیم، یعنی وضعیت به همین حالت آوردیم. اما خاطر شما یعنی که وظیفتون انجام بدید. وظیفه یعنی که ایمانی هر یک نفری ما و شماست. خب بیننده عزیز گرامی، به فکرم که دیگر زنگ‌های تلفنی بعضش میآیند ولی در روسیه چون واتساپ مشکل دارد همه صحبت کردن نمیتونن. یک زنگ میآید میبرد چون واتساپ خیلی مشکل شده است و با تلگرام ما به شکلی است که زنگ میآید ولی من نمیتونم یعنی که جواب داده. خب بعضی از برادرها که می نویسید فقط تنها با سلام اکتفا نکنید، هر چیزی که دارید نویسید تا اینکه ما در آمدیم قضیه را ببینیم. بعضی برادرها السلام علیکم میگه و علیکم السلامش میگه با امید روی خوبی اکا تنجی با امید روی با ساعت پس من خوبم تنجم. این طریق قطع نمیشه. همین بچه‌ای که با اصلاح می نویسن همین السلام علیکم میگه قضیه را پر می نویسه. میدروی میبینیم میفهمیم که چی گپه چی خبر است. پس شما هم در قضیه‌ای که میدونید و میفهمید همه وقت کوشش کنید نویسید تا اینکه آنچه که امکانی فهمیدن هست انشاءالله که ما بفهمیم و شما یعنی که کارونا انجام بدیم. یک برادر داریم یعنی فقط می نویسه در قرغان تپه در اتفاق برق نیست و در همه جا رحمانوف در سوخت برق نیست. در پنجکین، در استراوشان، در سوخت، در کانی بادام، در جبر رسولوف، در اسفره بعضی مناطقش برق در همه جا نیست. رحمانوف معین یعنی که برق چی کار میکنه؟ برق میخره لعنتی میفروشش. به همون خاطر رحمانوف شما باید بفهمی. بله سلام علیکم. خیخوس بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. سلامت باشید. امیدوارم خوبی سلامتی تانسیتی. سلامت باشید. آذربایجان یا اینفارماسیا همی بچه‌ای که 307 زدگیان روسیه روانکی در روی خطی مفاهمت روس هم هستند. همین اینفارماسیا را گفتنی بدون که اخیراش نمیدونم میروان روسیه. Дело в том, что Москва, Питер, камера дура распознавания лиц. Они метро Дромади, да, они Москва и Питер сразу айдемет мешан. Барамка огои каданем ки кадом ми бедона ки 307 задагянаш ё гуфтагянаш нарава Россия.
именно Москва, Питер. همه اوگاهی را به همه چی بفهمون ماما جان. خلاص انشالله که شما گفتید مردم فهمیدن، یعنی قهرمانای ملت، افرادی که یعنی که با ماده 307 گناهکار کردگی هستند باید بدانند خودشان که روسیه جای امن نیست برای، یعنی که هر نفری که در کشورهای مشترک المنافع قرار دارد و باید بدانند اینها خودشان، چون روسیه کشورهای مشترک المنافع جای امن نیست و عدد افرادی که با ماده 307 زدگی هستند عددشون از 200,000 نفر زیاده. 200,000 نفر، این خوب بفهمی. اما مقامدار گو عدد به 200,000 نفر رسیدگی، ولی زندان در 200,000 نفر داریم نه. اینا برای پلان هدف پل است. تمام دیگه. هدف پلای ما گفته خود که 80,000 سر میشه. یا مشوزی روستی گپ میدونن که مقام های سرنگون میشه ای برام که استفاده سو استفاده کدیسی هم حریت یعنی ادامه را میکشن میبرن میتپن فقط هدفشون سومکار کردنی هم و سومکار میکنن و همه گپ در همه سومه خیچون که با اولی نگاه که یتا خیچون اولی میشن میرون و بین я солда. هدف как можно быстрее заработать деньги. اینا پیگاه. بله. خدا نگهبان باشه برادری از برادر قیامتی ما خدا. الله برادر. خدا نگهبان باشه. بارک الله برادر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب در سر هر یک غرمی امنیتی کدام کسی که در اینجا غرمی و مرد نیستن خیلی تلخ کفه. واقعا هم مردمی غرم، مردمی نوراباد تلخ کفه. دیگه گفت دیگه پا در مقابل رحمان رو باید ایستادن در کره. تلخ کف نشی آخی. راست میگن. وقتی میگن تو کیاز من میگم که در قرآن بچه های مرد موندگی نیسته، همه دیگه تلخ کفان. بعد چی یکون کس میتونه یکون کفان بگنه؟ همه تلخ کفه. خب قبول میکنیم، میگیم راست میگن. خیلی همینطوریه. بچه هایی که زنگ میزنن از داخل با وضعیت های گوناگون، ما میگیم با وضعیت همین است، به همین شکل باید انجام بدیم. پس کارمون رو باید انجام بدیم انشاءالله. اون چیزی که ما باید انجام شدیم یعنی که قضیه و وضعیت معین است. پس ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم و وظیفه ما و شما فهماندن ملت و مردم است، فهماندن اون چیزی که مربوط به آینده ما و شما امکانی کار انجام دادن است. خوب بیننده عزیز و گرامی، خوب شما ببینیم دیگر کسی وارد برنامه نشد و لایک های شما هم زیر 300 لایک باقی ماند و 403 نفر هم در نظرسنجی اشتراک کردند. 66% مردم در همان نه تنها سقوطش را نزدیک میکند، اگر یعنی که سرکوب کردن مردم رحمان فنجات میتید از یعنی که همین خشم مردم سقوطش بیشتر میکنه. یعنی همین است اما اون چیزی که مردم فکر دارن برای یعنی که رحمان و فی پلید و کثیف، پس باید این قضیه یعنی که معین باشه. خب من فعلا اما چی میکنم؟ خب اینجا یک صدا روان کردگیان، خب یک جای گوش میکنیم. مردمی فایز بخش علی گروه با همیشه ما باز یک اعلان دیگر رساندیم که نصیب کردگی باشد پگاه 20 مارس روز جمعه می شود در دهه نماز عید برپا میگردد در مسجد تگیچنار. از همین خاطر ساعت 7 سحر همه در نمازگاه باشین. در مسجد تگیچنار در صحن مسجد در دانش مثال نماز برپا می شود. به خاطر که در اونجا مقامات شهری آدم میاد، از مقامات محلی تبریکات ایدونه می شود، همه اشتراک داشته باشند. حرکت نوبالغا تا 18 ساله در نمازگاه مثال
اشتراک نکنن، فردا نصیحت کنه، گپ زنه، چی نکنه، نصیحت کنه که نماز نه. کدوم که شده بالغ رسیدگی اما چی میکنن. مسئله دیگه مسئله یعنی بچه‌ها ایدگردکا و چیزا که دسترخوان‌ها مثلا دسترخوانه پر در بچه‌ها در کور نیست برادرها، خاطر که اسراف حرام است. این در هم اینه که 300 چند خواجگی باشد در هم خونه دسترخوانه همون میمونه، خوش میشه و چی میشه. به قدر امکان کمتون چیکنه که به اسراف راه ندهیم. بعد همون فرزندان رو نصیحت کنه، از یک به اصطلاح ماده کردگان که مثلا هم صفات دختر باشه تو نمیشه با تو تا 11 و 12 میبینی که در گشتن چیزا مثلا یک شرم و حیا و عزت و چه مثلا چیکنن نگاه کنن، مثلا حرکت نصیحت کنه که میکلو مثلا کم به نظر برسه. فقط مثلا باز فرزندی مردم به ناموسی باشه دیگه. بعد در گپای کوچگی ماجرا بعد چیکار کردی، چه کردی، کی کردی، چی بودی که برنامه میکنی دیدم سر تو بگیره اگه کردیم اصلا تمام تو نخورد نه که چیگه بعدم گروپ هم دو نکرد که های زمان باری کورتون که چیه برام جواب پیش کردم میگم پیش کردم نمیدونم بخیر ما جات دور 10 مدت کردم جواب تئوری چی رو پیش کنم ما بیت که دارم فقط так ин ки буд аст раиси маҳаллаи файзбахши ҷамоати бозорбои бурунов шаҳри ваҳдат назирдин. хуб ҳамин будааст, яъне ки бачаҳотонро бигӯед ки то 18 солара масҷид наоянд, яъне ки ноболиғай то 18 ноболиғай. агар ягона бача 17 сола яке ягон кор кард баъду ноболиғай, алло ҳидоятон кунад. хуб дига ин аст мақомоти Раҳмонова. ин чоплусо бояд бифаҳманд ки яъне ки ҳамияи режими Раҳмонов инамира вақте ки мо мегӯем ки Раҳмонов аз масҷид метарсад, Раҳмонов аз азон метарсад, Раҳмонов аз яъне ки садои мулло метарсад, ин ҳами аст, яъне ки бачаҳотона то 18 солара намони омаданд. баъд яъне ки барои мардума таъйини таклиф мекунанд ки не ин кора бикунӣ, не ин кора накунӣ. ба ҳамин хотир яъне ки миллату мардум бояд бифаҳманд ки ки аст мо шуморо раҳбарӣ мекунад ва ки аст ки яъне ки идораи давлати Тоҷикистон дар дасташ аст. пас дигар чӣ ягон чизи дигар яъне ки ба ин масъала гуфти гапҳо чӣ доред, фикр доред ки чӣ гуна бояд коре анҷом дода шавад? танҳо ва танҳо яъне ки фаҳмиши мо шумо ҳаст ки чӣ гуна метавонем ина қабул кунем. оё эмонҳомон ина мемона қабул кардан? оё метавонем мо шумо худмона дар қазияи Америкаву Исроилу Эрону Россияву тамоми дунё гап занем ғайри қазияи Тоҷикистон? чаро? чун Раҳмонов таҷовуз мекунад. ана ира мирғ мегӯянд. мирғ вақте ки шаҳрванд мирғ шид любой хел таҷовуз мекунад. индукам меяд таҷовуз мекунад мирға, яъне ки хирӯзам таҷовузш мекунад, любой мирғовиам меяд таҷовузш мекунад. ҳамин миллат мирғ шидагия. вақте мирғ шидӣ любой кас любой корот мекунад. вақте ту мард бошӣ бихези корта гап занӣ итари корора карда намемонад. ғарм ришта битрошанд, тоқитаи сарат бигиранд, яъне ки вазъията безеб кунанд. шаби рамазон бихоҳӣ ки дар масҷид ибодат кунӣ бояд паспорта битӣ то ин ки тура номнависат кунанд, баъд аз ӯ ту дар масҷид барои бидрои ибодат кунӣ. ҳамияи оё яъне ки шахсе ки фикр мекунад ки ӯ яъне ки як шаҳрванди озоди кишвар аст? не. пас чӣ? пас мо ӯ ту яъне ки вазифамон ҳамин аст. вазифаи мо ӯ ту чӣ аст? вазифаи мо ӯ ту фаҳмидани ана ҳамин бадбахтӣ аст. ана ин бадбахтиро бояд ҳамаи мо ӯ ту хуб бифаҳмем. хуб умедворам ки иншоаллоҳ миллат ва мардум ин қазияҳоро фикр мекунанд. ин барномаҳо барномаҳои фикриянд то ин ки фикри шаҳрванд дар қазияҳои умумӣ боз шавад то корҳомона бештару хубтар бифаҳмем. яъне рост мегӯяд ҷавонон то 18 соларо дар яъне ки дискотекаҳо бигардан ягон проблема нест, вале ҷавон то 18 соларо бояд масҷид наёяд. агар яке ҷавон то 18 соларо масҷид биёяд вазъият безебай. ба ҳамин хотир бояд ки ҷавон то 18 соларо масҷид наёяд. ҳамин ҳукумати режими хуношоми Раҳмонов миллату мардум бояд дар ин қазия хуб огоҳ бошанд, хуб бифаҳманд, хуб қазияро бифаҳманд ва хуб бидонанд ки ки аст ки ин миллата ба ин вазъияту ба ин ҳолат овардааст, расондааст. хуб бинандаи азизу гиромӣ, дигар аз ин вақти қимати азизи шуморо намегирем ва умедворем ки иншоаллоҳ боз барномаҳои ояндаи мо ҳам ки яъне барномаҳои ҷолиб иншоаллоҳ бачаҳо омода карданд, заҳмат кашидем. воқеанам Симека Ньюз омода аст, барномаи то 351 номаҳо омода аст, барнома дар фоҷиа дар Русия, ҳамун се ҷавони тоҷике ки духтараки 13 соларо таҷовуз карданд, он ҳаст. дар Рашт аз она бо хатуба иваз карданд.
اینم برای رشته. خوب، برنامه‌های زیادی دیگر الحمدلله که یعنی که آماده برای تقدیم جوانان هست، برای ملت هست تا اینکه آگاهیتون بیشتر شود. پس کارمون باید ما و شما انجام بدیم. در گذاشتن لایک ها نترسید، در نظرسنجی اشتراک کردن نترسید. نظرهای شما خیلی مهم هست و همه ما و شما باید برای یعنی که وطن و ملت و دولتمون سهم باسازای خودمون به خاطر نجات و آزادی ملت و وطن حتما باید انجام دهیم. و از ما و شما تنها شجاعت و تنها ایستادگی در مقابل این رژیم یعنی که گفتش دیگه که باید ما انجام دهیم. برادرانی که امکانی هم کاری کردن با اصلاح دارید، در تماس ببرید، نترسید، ترس کنار بگذارید. هر چقدر که ترسیده همین قشیده مکه دیگه. بترسی هم رحمانوف میکشد، زندانت میکنه، نه ترسی هم رحمانوف زدگی مونه. همون خاطر برای آینده ملت و وطنمون بعد ما و شما کارمون انجام بدیم. خب دیگر همین است. بعضی برادران میگن در جیل کل در قضیه و این کمات بسیار وزمی شده، استفکه فلان است. شما ننویسی، ما بفیرم که برای باید بنویسی شما که ما قضیه را بفهمیم. وقتی شما نمی نویسی ما اگجا بتونیم فهمیده، ما نمیتونیم فهمیده. شما بنویسی باید. بله. السلام علیکم. و علیکم السلام. شنو از نازم جنجی لیلا سلامت باشه. سلامت باشه. بله بفرمایید. سلامت باشه برادر. خوبی هم یک سلام کردنیم دنی برادر برآمدن. خب بله، امیدوارم که انشاءالله دیگر قضیه و وضعیت فهمو است. در آنچه که ما و شما باید انجام دهیم این ایستادگی در مقابل هر ظلم و ستمی که بالای ما و شما می شود انشاءالله که کارمون انجام دهیم. خب بیننده عزیز گرامی، خوب رسیدیم به نهایت برنامه. در نهایت دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی در این ماه حرام، ماه ذوالقعده، این ملت و مردم فهمی سیاسی و دانش و آگاهیش بیشتر و بیشتر گرداند و الله سبحانه و تعالی برای ما عزت و شرف نصیب گرداند. خداوند این خانواده کثیف و پلید رحمانوف و همه آن مصیبت هایی که بالای ملت آورده است جوابگر گرداند. خداوند همه آن افرادی که در ظلم و ستم این ملت دست دارند الله آنها را و همان مصیبت هایی که بالای ملت آوردند بر خاطر شفای دلهای ملت و مردم در نزد محکمه عادلانه این ملت ببیند و خداوند ما و شما را در همه کشورهای گوناگون دنیا که از ستم و ظلم رحمان و فرار کرده ایم بار دیگر با وطن با سری بلند برگرداند و خداوند سجده شکر را در سرزمین خودمان برای هر یک قدم ما و شما نصیب و روزی گرداند و الله نماز فتح و پیروزی را خداوند در تاجیکستان با اتحاد و متحدی نماز فتح را در مرکز پایتخت کشور انجام دهیم و خداوند ما و شما را به روزهای نیک و خیر و خوب رساند و همه ظالمانی که در ظلم این ملت دست دارند چون اس یتیم فی مخوف و پلید و کثیف و رمضان رحمزاده بقچه و بزمک خرمک شریف نمیدونم دیگر هر یک بزغاله که هستند خداوند همه اینها را به کیفر اعمالشون برساند و همه آن افرادی که در قتل و در کشتار و در جنایت و در ظلم این ملت سهیم هستند و سهم دارند برای اینکه این ملت به شکل و بدترین وضعیت آوردن رساندن خداوند همه این ملت یعنی قضیه ما و شما را در بالاترین سطحی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما معین و نصیب و روزی بگرداند. الله سبحانه و تعالی هیچ فرزند این ملت دور از وطن و غریب در حالت بدترین قرار ندهد و الله به حالت ما و شما بینا و آگاه است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.